به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. درود و سلام به یکایک شمایان تماشابینان عزیز و گرامی. در برابر شما، در روبروی شما، یک بنده حقیر، برادر شما و کمترین دوست و رفیق شما، شوکت محمد هستم و امروز میخواهم با شما گفتگو داشته باشم. گفتگوی ما هم درباره ترس و شجاعت خواهد بود. ترس و شجاعت این دو چیزی که به چشم ما نمایان نیست، فقط در روان ما وجود دارد و تنها وقت از ما سر میزند گفته می شود که این ترس است یا گفته می شود که این شجاعت است. گفته می شود که این جسارت است، گفته می شود که این دلیری است. و هر وقت که از ما دور کشیدن ها سر زد، کنار رفتن ها سر زد، خود را پنهان کردن ها سر زد و خود را دور گرفتن ها سر زد، این را میگویند ترس. تماشابینان عزیز، درباره ترس و شجاعت امروز صحبت میکنیم. یک شما را به برنامه گفتگو خوش آمد میگویم. گفتگو برای آن است که شما نیز گفتگو خواهید کرد. هر یک شما میتوانید آمادگی خود را ببینید. هر وقت که شما وارد استودیو شدید یا به ما زنگ زدید، من تلفنم را قطع میکنم. منبر شما خواهد بود. بعد از طول چند دقیقه که من صحبت میکنم، بعد از آن رقم واتساپ رو هم اینجا میگذارم و شما نیز میتوانید توسط واتساپ زنگ بزنید یا اینکه توسط لینکی که در پایان نوار در اپلیکیشن گذاشته شده است، توسط آن لینک استریمیارد وارد استودیو شوید و با ما صحبت کنید. تماشابینان عزیز، ترس چی است و دلیری چی است؟ چطور شخصی شجاع بودن ممکن است؟ همه ما دوستان عزیز در حیات خود به بسیار دشواری ها دچار میشویم. طرز مبارزه با این دشواری ها ما را وادار میکند که یک کم از خود جسارت نشان بدهیم. عموما هرگاه انسان به مشکلی های سخت، به مشکلی های جدی روبرو می شود که آنها را حتما یا برطرف گرفتنش در کار یا با آن مشکلی سازش کردنش در کار، یعنی همه مشکلی باقی میماند. این شخصی که نمیخواهد با آن مشکلی روبرو شود خود را کنار میگیرد. انا همین خود را از مشکلی کنار گرفتن را ترسویی میگویند و به همین مشکلی خود را روبرو کردن را جسارت میگویند. چون که اگر شما جسارتی به مشکلی روبرو شدن را نداشتگی باشید، اون مشکلی برطرف نمی شود. اون مشکلی در میان میماند و همان چت کشیدن های شما، پنهان شدن های شما هیچگاه مشکلی را برطرف نمی کند. همون ترسویی شما میماند و خلاص. آدم شجاع خصلت های به فکر شما مهربانی، دوستی، رفاقت بیشتر دارد یا ترسو؟ آدمی ترسو شخص بیرحم، سنگدل، بیوفا، شک و تردیددار، گمان زننده، بدگمان نست یا شخصی شجاع و با جسارت؟ ما میگویم که شخصی ترسو
شخصی است که همیشه به گرد اطرافش با شبهه نگاه میکند. ترسک کسی است که همیشه به گرد اطرافش، حتی به پدر و مادرش، به دادر و خواهرش، به حق و همسایه‌اش با شبهه نگاه میکند، با شک و تردید نگاه میکند، به حرفی گرد اطرافش شبهه میکند، باور نمیکند. این شخص ترسو است. شخص ترسو میتواند از ترس گرد اطرافش را نابود کند، از بین ببرد، از ترس آن که مبادا اینها روزی از این پرزورتر نشوند، روزی از این پرقدرتتر نشوند و این را زیر پا نکنند. برای همین شخص ترسو همیشه به گرد اطرافش، به حق همسایه‌اش، به همدیارش، به دوستش، به برادرش با شک و تردید مناسبت میکند، با شبهه مناسبت میکند. یعنی از او میترسد، از همه میترسد، از همه چیز میترسد. ترسش از چی است؟ از خودش، از نیسکی سماعتین که میگن روزها، از اعتماد به نفس خودش نداشتنش است. شخص شجاع کی است؟ شخص شجاع یعنی شخص دلیر همون نفری است که اعتماد به نفس خود دارد، و خودش باور دارد که در جمعیت به همه سازش کرده میتواند، زبان همه را یافته میتواند، از دشمن دوست ساخته میتواند، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا کرده میتواند، با مشکلی میتواند روبرو شود، از مشکلات نمی ترسد، از مشکلات نمی هراسد، از رقیب نمی هراسد، با رقیب سر به سر می شود. همیشه شعار شخص شجاع، شعار شخص دلیر این است که میدان از دلیر است، میدان از شجاع است، در میدان بوی دادن ها هست، غالب بر آمدن ها هست. به هر یک غالب، به هر یک زور زور است، به هر یک غالب غالب است. این را قبول دارد. ترسو این را قبول ندارد. ترسو از بوی دادن می هراسد، برای همین جنگ نمی براید. برای همین ترسو میدان نمی براید. ترسو میدان نبرآمده از بوی دادن می ترسد. الکی به این باور است که میدان برایت حتما بوی می دهد. ترسو همین خیلی است. ترسو باورش این است که میدان برآمد حتما می ترسد، حتما بوی می دهد. ترسوها یعنی ترسوها را هیچ وقت شما در میدان نمی بینید، در ملأ عام نمی بینید. ترسوها برای خودشان میدانی از پیش ساختگی آماده می کنند، از پیش دگوار کردگی آماده می کنند. من رفتم سخت نمیزنی، من کمتر شکراب بر روغن دمه خوردگی هم، زنی سرم چرخ میزند میافتم، دار پولیم میتی، بیمارخانه پولیم میتی. برای همین خیلی یک چی میکنیم، تو زور باشی هم میافتی، خودت هم میپرتایی. ترسو همین خیلی است. ترسو غلبه همه رو میتواند به نام خودش نامنویس کند، اما خودش رو در عمرتون در میدان نمیبینید. با دو نفر ایستاده بحث کرده نمیتونه ترسو. به یگان نفر در عمرش ترسو به دیسکوسیه نمیبراید. او رو ترسو رو در دیسکوسیه نمیبینید. پیش از دیسکوسیه برآمدن الکی او میدوند که بوی دادگی است در دیسکوسیه. برای همین ترسو رو در دیسکوسیه نمیبینید. مرد دیسکوسیه نمیکند با کسی ترسو.
فقط فضا رو میسازد. فضا رو همان گونه میسازد که شخص ترسو گویا غالب غالبان در دیسکوسیه ها او بوده است. دانای دانایان او بوده است. ترسو رو کتابخونهش رو نمیدونی، لیکن تا به دستش کتاب قبیدن رو دیدن تو میشنوی که علاکه او کتاب نویس است. او از کتاب قبیدن میحراسد. در عمرت یگان بار دیدگی نیستی او کتاب میخوند یا نمیخوند، چون که پیش از کتاب رو قبیدن میدوند که خیلی مشکل است کتاب خوندن. کتاب خوان بودن، علم آموختن خیلی مشکل است. اما یک کمی فهمی که او کتاب نویس است. خیلی فهمیدی. ترسو همین خیلی آدم است. ترسو میتونه تمام دنیا رو به نام خودش نامنویس کنه، اما خودش رو در یگان میدان دنیا نمیبینی. نه در میدان علم، نه در میدان معرفت، نه در میدان فرهنگ، نه در میدان انسانگری، نه در میدان دلیران، در یگان جا نمیبینی. اما میتونه ترسو همین رو به نام خودش نامنویس کنه، چون که نگویند این ترسو است، نگویند این بیسواد است، نگویند این بیشجاعت است. برای همین هر کجا دیدید یک نفری بیهنر فضاسازی میکند برای خودش، او ترسو است. فضاسازی در ساحه میکند که او را در همون ساحه عمر یگان بار ندید. میگوید فلان کتابی مرا خوندی، اما شما در عمرتون ندیدید که همین یگان بار در دستش کتاب قبیده بود یا نه. ترسو اگر منصبدار است یگان بار به ژورنالیست روبرو نمی شود، به روزنامه‌نگار، به رسانه ها روبرو نمی شود. یگان بار یگان دیسکوسیاش رو در رسانه ها نمی بینید، به یگان کس روبرو نمی شود. ترسو رو نمی بینید، اما آوازش از آواز خر بلند است. منمنیش گوش فلک رو کر میکند. انا همین آدم ترسو است. اساسا ترسو خیلی که گفتم پیش از اون که با پرابلم روبرو شود از همین پرابلم میگریزد، از همین پرابلم پنهان میشود. فکر میکند که از همین پرابلم کنار رفتنش، از همین مشکلات کنار رفتنش همین پرابلم رو حل میکند. فرض کردیم یک نفر در مبارزه هستی، یک نفرت رو طرف دشمن اسیر میگیرد، بچه‌ت رو، کودکت رو اسیر میگیرد، میگوید که تو یا تسلیم میشوی یا اینکه دخترت، زنت، مثلا مادرت رو تجاوز میکنی. همان زمان آدم ترسو دستش رو میبردارد، پلین از 6000 کیلومتر، از 3000 کیلومتر تم میدید طرف دشمن به. تمام. گویا با همین دستش رو برداشتنش پرابلمش حل شد. دیگه دخترش و زنش این خیلی قبضه نمیبیورن، دیگه این خیلی تهدیدی تجاوز نمیکنن. تمام گم شده میرود. شخص ترسو. از ترسو اکنون شما فکر میکنید همین نفر ترسویی که وقتی از طرف دشمن تهدید شد که تو یا بس میکنی دشمنی را یا رقابت را یا همین کارهایت را، یا اینکه ما دختری تو را، زنی تو را، مادری تو را، خواهر تو را یا اینکه اهل اولاد تو را تجاوز میکنیم، میکشیم، عذابشون میدهیم. فکر میکنید این ترسو از روی مهربانیش به اهل اولادش و
به اهل عیالش و به خواهرش و به مادرش و به دخترش و به زنش از روی مهربانیش که مبارزه با دشمنش را قطع کرد. نه، باور کنید دوستان، از ترسو دیده، از آدمی ترسو دیده، بی رحم، بی شفقت، انسان نیست. بی دل، سنگ دل، از ترسو دیده سنگ دلتر نیست در هیچ جا. حالا من دلیل هم دارم. ترسو برای آن که باقی بماند، میدان نبرآمده زنده بماند. میدان نبرآمده، میدوند میدان برآید یا میکشد یا کشته میشود. اگر ملایمتر کرده گویم یا غالب میبراید یا مغلوب میشود. ترسو میدان نبرآمده مغلوبیت را قبول دارد. برای همین این میدان نبرآمده یگان نیرنگ فکر کردنش در کار برای طرف مقابل، به چشمی رقیبش یا دشمنش خاک پوشیدنش در کار، یا اینکه زهر دادنش در کار، یا چریز یگان کس یگان تا کلر ننیمت کردنش در کار، یا چند چیزهای دیگری ترسویانه. خودش هر کار کند لیکن خودش به میدان نبراید، در میدان خودش نباشد. هر کی بمیرد مگر او. همه دنیا بسوزد مگر او. این عمل ترسو. پس شخص شجاع و دلیر کیست؟ برعکس، شخص شجاع و دلیر با رحمترین انسان است. همین رحمش، محبتش به گرد و اطراف، محبتش به وطن، محبتش به مادر، محبتش به برادر او را شجاع میکند. وقتی میبیند یک برادرش، یک همدیارش، همدیهش، هموطنش در یک مشکلات افتادگی است، او خودش رو کنار نمیتواند، حتما میگوید در پهلویش راست میایستد. برادر این منم، در پهلویت میگوید من هستم، در پهلویت گفته میتواند. از بلا حذر، چیکار میکنی؟ حاضر تریتورش میری توی هم همه به خوش کرده گرفته میبرود. این خیلی نمیگوید شخص شجاع. و رحم دارد، محبت دارد، محبت به برادرش، محبت به مادرش، به وطنش، او را از مشکلات وطنش کنار گذاشتن نمیماند. حتما در میدانی که به وطنش تهدید است راست می ایستد، چون که به اون وطن محبت دارد، او وطن را دوست می دارد. اگر یک برادرش به مشکلات دچار شد، همسنگرانش به مشکلات دچار شد، هیچ وقت او پنهان نمی شود. حتما خودش مشکلات را دریافت می کند، به مشکل دچار شده را دریافت می کند، می گوید من در برتم. این عمل شجاع است، شخص دلیر است. شجاعت از کجا پیدا می شود؟ ریشه شجاعت چی است؟ ریشه شجاعت این دل داشتن است، محبت داشتن است، محبت به اطرافیان، وفاداری را پیشه کردن است. وقتی که تو میخواهی همیشه وفادار باشی، همین انگیزه وفاداریت تو را وادار میکند که شجاعت داشتگی باشی، جسارت وفاداری داشتگی باشی. تو وقتی میخواهی وفادار باشی، دو سه برادرت در مبارزه کلش شرط خورده ایستاده است، تو پنهان حاضر میرم منم میزدد. سه چهار برادرت نمایان
دشمن دیده شده است، تو رو ندیده شده است. دشمن به 3-4 برادرت، به مادرش تهدید میکند، به دخترش تهدید میکند، به خواهرش تهدید میکند. تو چیکار میکنی؟ توی ترسو نه حاضر منم روم در پهلوی نیا استم، دختری منم به تجاوز تهدید میکنن، به ناموسی من هم تهدید میکنم. برای اینکه چیکار میکنم من سر بی بلا ما به بلا غوتونده. هم تیج گشتگیم نقص ده در چشم می هر کس ننموده. تروس انا همین خیل میشه. تروس انا همین خیل میشه. همین دیدی که تو در مشکلاتی، دیدی که تو در میدانی، لیکن کسی را که برادر میخونی او تروس است، در پهلویت ایستادنی نیست، جانش را احتیاط میکند. مگر جانی او داشتگی را تو نداری؟ اگر جان تو آهنین است که همین بلایی که به سر تو آمده است بلای او هم هست، اما او خودش را کنار میگیرد، دور میگیرد. تروس میشود او را برادر گفته، با او رفت آمد کرد، با او شیشت، با او خیز، بر روی او خندید. خیلی جای ملاحظه دارد این چیزها. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. اولش چی بود؟ دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. سرت تنگ است، پرابلم نیست، همه جا آباد است، وطن آباد است، سیری پوری است همه جا. غرقه نعمت هستی، دوستم پر می شود گرد اطرافت. لیکن اینها دوست نیستن. اینها دوستان نعمت هم، دوستان دسترخوان هم. دوستان تو نیستن، دوستان آبروی و هنری تو هستن، دوستان کسبی تو هستن، دوستان دستاوردی تو هستن. همه این چیز که از دستی تو رفت اون دوستانم از تو می روند، در برت نمیمونند. یگان تا هزار بهانه رو پیش می بیارن بود. صدها بهانه داشته میتونن اما با تو نمیشوند. اصلا دوستان که یکی از خصلت‌هایشان فداکاری است، خصوصا در جمعیت، خصوصا در همسنگری. این خیلی گپ وجود ندارد در همسنگری که یک مشکلات تنها مشکلات تو باشد. در یک جامعه، در یک جمعیتی، خر عربه خودش رو کشد. انا همین شعار ترسوها است، همین شعار بزدلان است، انا همین شعار تروس ها هست. تروس در جمعیت تاجیکی سردار تروس ها امام علی رحمان است. یکی از سبب های اساسی بدبخت شدن ملت تاجیک ترسو بودن امام علی رحمان، ترسکیش است و ترسویی گرد اطرافانش است. فقط ترسونچک ها، فقط تروس ها را در گرد اطرافش جمع کرده است. به یک تهدید تمام همه اهالی علادش تسلیم میکنن. به یک تهدید. برای همین صفت های ترسویی امام علی رحمان، نشانه های ترسویی امام علی رحمان در یگان جا یگان بار در مدت همین 30 سال یگان دیسکوسی سیاسیش رو دیده.
هموار انتخاب شد، یگان بار دیسکوسیا کرد با رقیبانش. از کمترین، حتی از خودش، همین رقیب ساخته خودش می‌هراسد. یک بار دیسکوسیا نکرده است. کرده است؟ نه. در همین یک 20 سال اخیر با یگان رسانه اینترویو داده است، مصاحبه داده است؟ نه، میترسد. در همین 20 سال اخیر یگان بار همچون پرزیدنت نشستی مطبوعاتی گذرانده است؟ نه، حتی سخنگوش گذراندگی نیست. میترسد گپ مبادا گپ خطا گفته نماند. در همین عملها دو چیز وجود دارد، سیمش نیست. ملت را، وطن را، اهل وطن را نظرش نمیگیرد، به ملت روبرو شدنی نیست. برای همین یگان مراتبه در نشست‌های مطبوعاتی شرکت نمی کند، نشست مطبوعاتی برپا نمی کند، به سوال روزنامه‌نگاران جواب نمی‌دهد. یکیش ناپسندی است، دویمش ترس. هر دوشم ترس است، هر دوشم تروسی است. ناپسندی هم تروسی است. همین عملی ناپسندی هم تروسی است. ولی در بین همین مخالفان هم هست. گم میزنید رنگی که گوشش به قرقاشیم ریختگی، هیچ چی را نمیشنود، پسند ندارد. این چی بهونه ها میبرد، اخنده میمره، یک نفرت میبرد. همین ناپسندی است. همین ناپسندی سردار تروس ها امام علی رحمان هم دارد. کمترین شخصی که نامش را دوبار ملت میگیرد از وی میترسد امام علی رحمان. حتما یا زندان میکند، حتما یا میکشد. مبادوی مردم اینا دوست داشته نمونن. جوی من چی میشود؟ کرسی من چی میشود؟ از این زیاد تراقگی میشود. یک مثال بیاورید که به شجاعت امام علی رحمان دلالت کنه. وجود ندارد. وجود ندارد. انصاف، از روی انصاف باید گفت که مثلا گریم یگان کار با شجاعت کردگی باشد، شجاعت کردگی باشد و اینسیتیوی همون شجاعت از جانب خودش باشد و انصاف خواه خورد ما نگوییم. که جایی که فکر میکنید که انا همین در همین کار امام علی رحمان شجاعت کردگی است، میبینید که اینسیتیو از خودش نیست، تشبوس از خودش نیست. او رو مجبور کردگی هم که به همینجا رو اوی نترس رو، اوی من اینجا دخل نیستادم، نمیموری، همین خیلی کرده بردگی هستن امام علی رحمانه. خلا کرده بردگی هستن. به همون جایی که فکر میکنید امام علی رحمان شجاعت و جسارت کرده رفتگی است، با کفالت ده ها کفیل. نترس رب او انا من اینجا ایستادم، نمیموری، نمیکشندد، گرانتی نمیموری، رب همین خیلی کرده بردگی هستن امام علی رحمان. باور کنید، نه مرحمت شاهدان رو بپرسید. اول بیابید که در کجا امام علی رحمان شجاعت کرده است، همون رو بیابید، بعد بکوبید که این تشبوس از جانب خودش بود یا او رو خلا کردگی هستن. رنگ خر رو خلا میکنی، کمپارتیه کرده بعد به حرکت میدراید. در کجای فکر میکنی که امام علی رحمان جسارت کردگی است، دیگران او رو خلا کردگی هستن.
ترسوها هم همین طور هستند. انمی خیلی ترسویی همین است دوستان عزیز. پس چیکار کنیم که از ترسویی نجات بیابیم؟ البته این شرح این مسئله تا به ما نیست. باید این کار روانشناسان بگویند، متخصصانش بگویند. این چیزهایی که من میگویم دوستان عزیز حاصلی مطالعه است. تمام. باید چیکار کنیم که از ترسویی نجات یابیم؟ برادران ترسک ما، هموطنان ترسک ما چیکار کنن که از ترسویی نجات بیابیم؟ حالا ببینید چرا تاجیک در روسیه فقط کار سیاه میکنه؟ لای میکشوند، غشت میکشوند، کوچه میروبد، پسوده میشوید، توالت توزه میکند، با کار بلندتر دست نمیزند. پیش راهش را چی میگیرد؟ ترسویی. ترس میگیرد پیش راهش را. یک کلمه وجود دارد، ریسک. در تاجیک ریسک حرف ریشم نیست. یک مبود و یکون از بین 4-5 نفر از بین بریگاد یکون نفر کورکوبی رود، یکون کوروی کلون یابد و بیاد و بگوید که همین بچه ها فوندامین ریخته میگریم. ما یک تعبیق گرفتم کروبکا پتکریشه. ایت واپش ریسکوانی چلویک بوده که از جایی کروبکا پتکریشه میزنی. همین باید که جواب میتیه. توجیه نمیخیل است. از بین یک کس یک کمتر ریسک کرد همه او رو میترسونن. اوه وای سلیش کم تی ریسکوانی چلویک. بعد همین ابیکت کی میسپورد؟ جاری جوابش به گردنی کی؟ به شرط میگیریم که تو به گردنت بگیری. یگانتش نمیگه در فعالیت هستم. بیا یک کنی شجاعت کنیم، یک جسارت کنیم، گفتنی گپ نیست. نه من خدا نتیجت کنی بعد این جواب میتید. این آدمی که ریسک میکند جاری جوابش به گردن این اونها به پول شریک. یک کمتر پول زوید گیرد آدمی ریسک کردگی در تگی بالا میموند. دیگه خودش تروس یگان اینسیتیو از جانب خودش نشون میده. یگان تشبس نیست. نه برای همین ما کوچه رو بستیم. نه برای همین سرسری ما میزنن. نه برای همین بی‌ملال ما رو تحقیر میکنن. 20 کس 30 کسی ما رو جمع میکنه، دوتا زبان دراز میبید تهدید میکنه، همه کلش همه خیلی گوشکر میستن. یه به گپ نزن سری خامه شمشیر نبرید است. زبان بیگپ ستالله. زبان سرخم سری سبزم را برباد داد. گپ نزن کلت خم کریست میگود میبرو. نه همین حالت است. نه شجاعت به تحصیل است، نه جسارت به تشبس است و همین ترسویی از همین رقم یک مسار کرده تا آخر نمان ما رو در همین حالت بدبختی نگاه داشته شده است. ترسویی تمام. با چیکار کنیم از ترسویی نجات بیابیم؟ به نظر من قدم اولین نجات از ترسویی خود را به مشکلات روبرو کردن است.
خود را با مشکلات روبرو کردن است. گریختن از مشکلات نه، با مشکلات روبرو شدن. تو عدالت تلاش میکنی؟ تو عدالت میخواهی؟ در برابر عدالت خواهیت ترسکی رقم یک میگوید که اگر کمی خیلی آوازت برایت، اینجا دختر داری، خواهر داری، خانه داری، از خانهت محروم میشوی، برقت میبرم. به انا همین برقت میبرم، خانت میگیرم، روبرو شو. میخواهی از تروسی نجات بیابی؟ به انمی روبرو شو. جانت نمیگیرد. جانت گیردم با شرف میمیری. همچون ترسو، همچون بیشرف، همچون دست پیشی بر، همچون سرخم کلخم نه. سرت بلند، در تلاش حقت میمیری. تو را فرزندانت در آینده قدر میکنه. از پشت تو دیگه فرزندانت نسل آینده از سرخم نمیشود. پدرت کرخبار بود، تروس بود، یگان تشبوس برای دفاع حق و حقوقت نشان نداد. برادران عزیز، یک حیوان اما یک پرنده رو بین، وقتی که بلانه‌اش در لانه‌اش 3-4 تخم دارد یا چوجه دارد، یک مار هجوم میکند، همین پرنده کوچک چیکار میکند؟ میگریزد، میرود بچه گشتش پرتسته، یا رفته پنهان شده میایسته. که بچه های گپ زده شدن، یک با یک تش صحبت شدن، خاندانش بچه بردیان، خاندانش به اداره امنیت بردن در تاجیکستان و خودش من هم صحبت شدم. خودش در همین جا، در همین اروپا است. چی میگوید؟ من برآمده چی میگم؟ برآمدم با پرابلم زیاد میشد و یا یک گپ گفتن بردن چی کردن خر باز من برام باز به من هم میچسبن چی خیلی میشد کار. پرابلم بچه نکنانیم همیشه گفته شده است. مردک موژیک فقط سیموش بچور موژیک مونده است. تمام نردگی یک پرنده کوچک برین جسارتش موندگی نه. مثل یک پرنده کوچک که وقتی به چوجه هایش مار هجوم میکند یا اژدها رو هجوم میکند، برابرش سر به سر میشود. مثل یک پرنده در دلش، مثل یک دلی پرنده در قلبش یک نشون جسارت نمونده است. تروس شو میرویم ما به همین حالت؟ چقدر پرنده ها، چقدر همین جانورهای کوچک رو میدونید که در برابری به همون تریتوریش، به همون جغرافیاش، به اطرافش هجوم شدن از جانبی دیگر درنده ها چقدر قدلم میکند. بوغد را کشیده گیرند، راغد را کشیده گیرند، مادرد را بکشند، پدرد را در زندان بکشند، به خواهرت تهدید کنند، به مادرت تهدید کنند، به خویش و اقربایت تهدید کنند، تو پنهان شو، تو به چشم ننما. نفسیت که سروچی گفتی روسا اقلا جان خودت خلاص. برادر الهام یعقوب گفت آمده
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز خوش آمدید. شما خوب هستید شوکت جان؟ آواز من میره از شما خوب؟ کارتون نه از همه تیم؟ صدایتون هست، بفرمایید. سلام علیکم برادران عزیز و هموطنان تماشابینان گرامی. گفتم در نوار شما یک چند دقیقه صحبت کنم. فرصت هست برای صحبت و موضوعتون موضوع خوب است. البته ما نه کارشناس هستیم در این موضوع، چون ترس و شجاعت این یک احساسات انسانی است و مثلا مثل همین حالا چند دقیقه حرفای شما هم گوش کردم در مورد ترس. یعنی هر کسی که میگوید که من نمیترسم، در من ترس وجود ندارد، به فکر من یک چیز دروغ گفته است، چون این یک احساسات درونی است و در وقت تولد شدن یا در وقت الکی پا نهادن خلاصه این ترس و این احساسات به هر یک انسان پیدا می شود و هر کس البته ترس دارد و از همه بهتر من جای خونده بودم که اون نفری که ترس خودش رو کنترل کرده میتواند او همیشه موفق میشد و کسی که ترس او رو کنترل میکند گفتی شما همیشه در خسارات است، همیشه در وهم و همیشه همون ترسی که او رو کنترل میکند و وجود گرفته شده است، وجودش ترس گرفته شده است، واقعا همیشه یگان پیشرفت نخواهد کرد. همیشه مثل که دیدید ما در تاریخ ما در حیات ما در تاجیکستان در کشور ما خیلی شخصیت خیلی زیاد است که واقعا به همین طرز گرفتار هستند و یک مظلومانه زندگیشون همیشه مظلومانه میشده است و شجاعت هم یک احساسات انسانی است و شرطی به موفق شدن، شرطی به پیشرفت حرکت کردن همین شجاعت بود است. هر کسی که شجاعت داشته باشد در برابر ترس خودش اگر کنترل کند و در برابر او شجاعت داشته باشد، واقعا او پیشرفت و موفق خواهد شد. مثلا همین بیشتری تاجران بزرگ، اقتصاددانهای بزرگ، میلیاردرها اینا شخصیت‌های بیشتر شجاع می‌شدند، شجاعتمند می‌شدند و همین شجاعت اینا بود است که مثلا ثروتمند یا مثلا میلیاردر چه گفتم همین چیز بود است. یعنی وقتی که یک کتاب درباره میلیاردرها خونده بودم و همین حادثه یادم زد که شرط اساسی همین ثروتمند شدن همین شجاعت بود است که آنها ناترسانه به هر کاری که دست میزنند یا همون تجارتی که انجام میدهند اگر چنده که خسارات دیدند باز هم به پا راست میشوند و اون خسارات به فایده خودشان حساب میکنند و شجاعتمندانه دیگر قدم ها رو میمونند و آخر این شجاعت به موفقیت و پیشرفت و سربلندی میرسانده است. برای همین شجاعت یکی از سمت ها یا یکی از وسیله ها یا یکی از اساس های است که مردم رو به موفقیت میرساند. در مورد ترس حالا یک چیز در یادم حاضر زد، در اینجا صحبت داشته ایستادگی مانده. همون ترس چیزی که شما گفتید، ترس رو چه خیلی باید انسان ترس رو از خودش گم کند یا ترس رو کنترل کند. مثلا من در جای خوانده بودم که اگر نفری که از تاریکی میترسد باید خودش رو به تاریکی زند. چیزی که شما گفتید وقتی که شما از یک مشکلی میترسید روبروی همون مشکلی شوید، وقتی که شما روبروی همون مشکلی میشید همون ترس از بین میرفته است. اگر چیزی گفتم شما اگر از تاریکی میترسید باید در داخل یک خانه در تاریکی باید چند مرتبه در آنجا میروید میایستید و به تاریکی وقتی که عادت میکنید و میبینید که این هیچ جای ترس ندارد دیگه از همین تاریکی و از همین چیزا نمیترسید. یعنی که یکی از سبب‌های مثلا ترس رو از خود دور کردن و کنترل کردن این همین بود است که باید به همون مشکلی روبرو شد، به همون چیزی که تو میترسی باید روبرو شدن در کار است. و این به خاطر چی خیلی گفته ایستادم، دیروز در یک جا هم خوندم همین چیزا درباره همون انقلابی که سال 1989 در رومینیا شده است و چواشفسکی که راهبر یک خودکامه مثل همین امام رحمانوف
35 تقریبا 39 سال اون از سال 1965 تا سال 1989 دولت رو کشور رومانی رو اداره کرده با اون دست آهنین و با یک رژیم دیکتاتوری. خلاصه وقتی که همین سال 89 انقلاب می شود و دوام 5 روز چوشیفسکی رو با همسرش در یک گارنیزون حربی تیرباران میکنند، میکشند. خلاصه این چی خیلی مثلا با وجود آمد، خیلی خلقی که واقعا در ترس بود و خلقی که از این دیکتاتور میترسید. رژیمش خیلی رژیمی مثل همین تاجیکستان گویا که یک پرقوت بود. اون سکیوریترهای خیلی یعنی که امنیت‌های خیلی پرقوت داشت. تمام اون مقامات‌های حربی و مقامات‌های انتظامی نظامی در دست یک نفر بود و تمام این نفرها مثلا برادر خودش معاون وزیر دفاع بود، یکی از خیش‌های نزدیکترینش رئیس امنیت بود. خلاصه تمام این بلوک حربی و نظامی در دست خیش نزدیکای خود چواشیفسکی بود و همیشه باور داشت که ضد این انقلاب نخواهد شد، حداقل از طرف حربی و از طرف نظامی ها. ولی در یک سال ماه دکبر سال 1089 به خاطر یک راهب، به خاطر یک شخص دیندار اگر گوییم، در همونجا برای طرفداری او که او رو میخواستند که از اون شهر بدرر کنند به یک جای دیگر و مردم خواستند او رو طرفداری کردند و یک تظاهرات برپا کردند، ترسانه همون تظاهرات برپا کردند و اون ماه دکبر، حکومت ماه دکبر 1989 حکومت چواشیفسکی با تانک و توپ وارد اون شهر شد. اون شهرش در یادم نیست، اون غربی در غرب رومانی هست و شهر خیلی معروف هم هست. آمد با تانک و توپ اون گرد همایی رو از بین برد، مردم رو پراکنده کرد و 58 نفر رو کشت. یعنی که مردم به همین علاقه وقتی که با همین ترس روبرو شدن، با همین دیدن که برحس با مردن هم باشد خودشون رو در اولین دقیقه اگر گریخته باشند خودشون رو دفاع کردند و همون تظاهرات، همون گرد همه از بین رفت، مردم پراکنده شد. ماه دکبر و این ماه دکبر تقریبا 16 دکبر اگر خطا نکنم 16 دکبر 1989 این حادثه شده است و وقتی که چواشیفسکی از این تلویزیون برآمد میکند و روزی 2-3 روز بعد از این و به مردم گویا میگوید که اینها با همون جاسوسان خارجی بودند و اشتراکداران یا برنامه‌ریزان این گرد همایی جاسوسان خارجی بودند. اینها آنهایی بودند که میخواستند استقلالیت کشور را از بین برند. خیلی که در تاجیکستان هم همیشه هر حادثه‌ای که میشد یک خارجی با یک بهانه به مردم دروغ هم میگویند. در اونجا هم همین دروغ ها البته بود و برای آن که همین حرفاش صادقانه باشد و مردم این را باور کند و مردم ببیند که واقعا مردم این را دوست می‌دارد، برای تیم خود سفارش میداد که پگاه، یعنی که بعد از همون تظاهراتی که شد در پایتخت یک گرد همایی خیلی کلان تشکیل کنید تا که تمام جهان باید ببیند این گرد همایی که مردم طرفدار من هست و من باید در اونجا برآمد کنم و این نشان دادن صداقت مردم برای جهانیان بود، برای تمام دنیا بود و نشان دادن هم به داخل کشور رومانی که مردم ببیند که واقعا مردم رومانیا سردار خود یا راهبر خودش رو دوست می‌دارد. خلاصه اون تمام از اتوبوس و با تمام ماشین ها از تمام گرد و کنار کشورها از همه شهرها تقریبا بیشتر از 200,000 نفر رو جمع میکنند. خیلی کوشش میکنند که در اونجا آدمای تصادفی نیفتد و یگان حادثه، یگان شعار ضد این چواشیفسکی صدا ندهد و مثل دیگر دیکتاتورها هم این حرف هم گفته شود که واقعا همه دیکتاتورها تقریبا یک خیل بودند و خودش رو مثلا اینا ببینید که زنش زنی همون چواشیفسکی یلینا نام داشت
مادر ملت میگفتند، او رو عنوان مادر ملت داده بودند. خودش پدر ملت بود چواشفسکی و بعدتر باز لقب‌های زیاد داشت، نور خدا یا یک زیایی زکارپاتی یا یکی از دیگر، خلاص لقب‌های خیلی زیاد داشت و عنوان‌های خیلی زیاد داشت مثل امام رحمانوف. و وقتی که همین گرد همایی ساعت 12 روز انجام می شود و این مردم رو جمع میکنند این نظامی ها و ساعت 12:00 از همون قصر ملت گویم اگر چواشفسکی برآمد میکند، الکه وقتی که برآمد میکند خواه نخواه همون مردمی که الکه همین تظاهرات دیده بودند و یک مرتبه خودشون رو به همین مشکلات زده بودند و دیده بودند که به هر حال اگر ما رو بکشد، اگر هر کند الکه از بینشون رفته بود، چون الکه اشتراک کرد در آنجا و اون مردم هم آمده بود از داخل همون گرد همایی وارد شده بود است، مثل دانشجو و مثلا دیگر آدمای دهقان و آدمای عادی. و وقتی که اون 5 دقیقه چواشفسکی صحبت میکند، مردم یک گروهی مردم اونجا صدا بلند میکند که چواشفسکی بس کن، چواشفسکی خط کن. با همین یک صدای بلند مثلا مردم خراس میزند. دیگه همه این نظامی ها دیگه همه حیران میشد که این مردم چگونه توانست است که از ترس بیرون شده و ناترسانه این حرفا رو میگوید. و خود همون دیکتاتور چواشفسکی وقتی که این صدا رو میشنود خیلی به لرزه میافتاد، خیلی دستاش میلرزد. خیلی این دیکتاتورها ترسانچک است. خیلی شما گفتید در همین برنامه که همین امام رحمانوف سردار ترسانچک ها هست. این واقعا است. وقتی که مردم واقع مثلا استعفای او رو طلب میکنند در یک گرد همایی که خودش تشکیل کرده است، باز از همون مردم خودش وقتی میگه که چواشفسکی بس کن، چواشفسکی خپ کن، بعد او دست و پاچکاش میلرزد، واقعا ترس فرو میگیرد و از ترس نمیدوند، به میکروفون چند بار میزند، الو میکروفون میزند که دیگر سرگوم میزند. و همین طور دیگر اونجا یک علاج میکند که امنیتی ها و نظامی ها اون گرد همایی اداره میکند. اون چواشفسکی برنامه خودش رو تمام میکند، ولی از همون موبایل هر کسی که از ترس از بدنشون رفته بود، یعنی که همین ترسی که ولی من شما گفته ایستادیم از بین رفت، دیگه از دیکتاتور میترسید، نه دیگه از نظامی میترسید، نه دیگه از امنیتی میترسید. در همون پروسپکت اونیورسیتسکی جمع شدند و دوام همین گرد همایی خود رو انجام دادند. یعنی اون استعفای چواشفسکی طلب کردند و ببینید که ارمی آمد، نظامی آمد، در اونجا هم تیرپرانی کرد، ولی پیش راه الکه این مردم رو گرفته نتوانست. آیسته مردمی که دیدن که یک جمعیت کلان مردمی ناترسیده از این چواشفسکی بیزاری جسته ایستادند و خپ کنو بس کنو استعفای چواشفسکی رو طلب کردند. انبوه مردم جمع شدند در یک شب الکه میلیون ها نفر جمع شدند و ببینید که استعفای چواشفسکی رو طلب کردند و چواشفسکی در آنجا خیلی مثلا اشتباه ها هم کرد. اون مردم میخواد با تیر و تفنگ ترساند، مردم نترسید. و وزیر دفاعش گفت که زیدی مردم تیر خالی کرد، وزیر دفاع هم تیر خالی نکرد، طرف مردم شد. و حربی های هم اکثریت حربی هم که بیزار همین دیکتاتوریسم و بیزار حکومت شده بود، چون که اونجا مثل یک تاجیکستان بود. وقتی که من تاریخ دیکتاتوری همین رومانی خوندم، واقعا در اونجا برق نبود است. همگی درباره یک خانه یک لامپوچکا اجازه بس تمام. اگر شما 2 لامپوچکا منید جریمه هنگوف میزده است. در این زمستان ببینید در اروپا خیلی زمستان سخت است. در زمستان 18 گرادوس خانه گرمی ممکن بود است، 18 گرادوس اضافه ممکن نبود است. اونها حکومت 18 گرادوس وعده میدادند اما 4-5 گرادوس میدادند در خانه. مردم در زمستان لرزیده زمستان را چا میکنند با آخر میرسوندند. این سالها همه خیلی بوده است. یعنی که خیلی گفتم 18 گرادوس مثلا وعده داده است، ولی 4-5 خیلی که لیمیت در تاجیکستان میگه که 6 ساعت برای شما لیمیت، لیکن همگی 2 ساعت میتیاد. مثل همون رومانیا همه خیلی حالت بوده است. گرمی شما همین قدر، ولی مثلا در اصل مثلا 4 یا 5 گرادوس خونهشون گرم میشد، دیگه از وای گرمی برای اتاپلینیو نمیداد است. یا میگفت است که یک لامپوچکا برای شما تمام در یک خانه تمام همین روشنایی باشد، در همین روشنایی همتون جمع شوید، در همینجا هر کاری که انجام میدید در همونجا انجام بدید. نه که حالت مثل تاجیکستان بوده است. مردم از این تمام بیزاری شده بوده است. کارتوشکا بود تا همین آخر اوناسی کارتوشکا بود،
نون و تخم اینا همش با لیمیت جاری شده بوده است. خلاصه مردم از این بیزاری شد و دیدن که یک مرتبه این کار رو انجام دادن، ترس از بین رفت. یعنی الکی 20 اگر این حادثه شد 25 الکی چواشفسکی استعفا رفت و او رو یک مقاماتی که الکی در کشور نو شده بود او را گرفتند و در همون جا در نزد ملت و در نزد همون سود کردند و قرار برآوردند که چنین 40 سال ضد مردم فعالیت کرد، گنتیک واقعی مردمی انجام داد و در همون جا هم همسرش و هم چواشفسکی را به قتل رسانیدند. یعنی که این حادثه به خاطر چی شد؟ همون ترس مردم از بین وقتی که رفت، شما خواهید نخواهید همون انقلاب میشد است. چون که همین حادثه ای که مثلا ضد مردم فعالیت های ضد مردمی میبرد، این کمبودی هایی که برای مردم انجام میدهد، این شرایط مردم رو از هر طرف میکند، خواهید نخواهید در دل مردم همیشه هست. وقتی که همین طرز گم شد، باور کنید نظام تاجیکستان هم تغییر می‌یابد. این تروس گویم اگر امام رحمان هم از بین میرود میگریزد، فقط همون باید مردم با همین ترس خود روبرو شود. هر چیزی که مردم در ترس دارد باید روبرو شود. شما با اون مشکلات با یک چیز در ترس دارید، باید همون روبرو شوید. شما با تاریکی ترس دارید، از تاریکی میترسید، به شما تاریکی وارد تاریکی شوید و در تاریکی وارد شوید، از تاریکی نمیترسید. یعنی که این مردمی رومینی هم همین چیز نشان داد که وقتی ترس از بینش رفت، باور کنید آنها هم استعفای نوترسه استعفای چواشفسکی رو هم دعوت کردن مردم رو، یعنی که صدا برآوردن و توانستند که در دوام 5 روز چواشفسکی رو از مقامش برکنار کنند و جزای سزاوار رو به او بدهد. خلاصه ترس یک مسئله است که واقعا امروز حکومت جمهوری تاجیکستان با همین ترساندن مردم امروز حکومت رانده شده است. اگر مردم 5 یا 10% مردم ترس خودش را کنترل کند، واقعا انقلاب خواهد شد. همین فقط ترس رو کنترل کردن، ترس از بین نمی رود، ترس رو از بین بردن نمی شود. فقط باید این ترس کنترل ما رو کنترل نکند، ما باید ترس رو کنترل کنیم. باید شجاعت داشته باش. هر چیزی که بله وقتی که شما کنترل بله شجاعت داشته باشی که با او روبرو شوی. ببینید وقتی که شما ترس رو کنترل میکنید، خواهید نخواهید شجاعت پیدا خواهد شد و برای همون کنترل کردن ترس همین شجاعت است. یعنی از چیزی میترسی که مثلا برایت مشکل ایجاد میکند، با او روبرو شدن این همین شجاعت است، از بین بردن ترس است. خوش آمدید برادر محمد، زنده باشید. بفرمایید. حالا ما شما رو گوش میکنیم. زنده باشید. بفرمایید. امیدوارم که خوب هستید برادرای عزیز. زنده باشید. تشکر. سلام محمد جان. صدای شما کمک پس من ناز باشد. این شما درست ناز. صداتون خوب است. از صدا خوب باشه بهتره. این مردم ما تنها یک ترس دارن اکا. بله میشنوم. صدا میرود اکا؟ پس شد صداتون. تلفن شد به همون خاطر. شد اکا. خوب شد. درست شد. صدا نقش شد؟ بله. آواز شما تماما نیست، من از نو میدارم اکا. معلش. بیاید به نام قصدرات من اگر شما حرفتون باشد مرحمت، من البته شما برنده است. همین وقتی که همین حکومت های دیکتاتوری واقعا یک چی دارنده، یک کار دارند که همیشه به همونا فایده میبرد، همین هم ترساندن مردم. وقتی که مردم ترس دادن چی ها رو میدوند، همین راه‌های اداره‌ای با ترس اداره کردن رو میدوند او در وجود خودش که همیشه ترس رو احساس میکند و همین رو جوری میکند تمام همه جا اداره میشد و همین رو یعنی ترس خودش رو پدلیت میکند. من همین اگر شما بینید تمام دیکتاتورهایی که در اصل 20 گذشته است، 19 گذشته است، 21 گذشته است، من نمیدونم تمام دیکتاتورهای اگر شما یک بار تاریخش بررسی کنید، همه با همین یک متد
با همین یک پرکتیک دولت رو اداره کرده است. دولت رو اداره کرده است و فقط یک فکر داشتن که من همین خطاگی همین نمیکنم. همین خطاگی دیکتاتوری که مثلا گیتلر کرده است، موسولینی کرده است، نظربایف کرده است، نمیدونم لوکاشنکو میکند یا یک دیگر، من همین نمیکنم میگدو. لیکن همون وقتی که پرکتیک یک است و همون متد یک است، همیشه مثلا نخواهد خطا میکنند. این پروسا به شما سوال نگاه کنید، من جوابش رو میدونم، حالا شما میپرسن فکرتونه، بعد خودم میگم. حالا اول بیاید محمد گوش کنیم، بعد از اون محمد گوش کنیم. اول بفرمایید. گپ درباره همین وای بود، ترسوگی. بله. این مردم ما یک ترس دارن، تمام، فقط ترس نفس دارن اکو که گرسنه نمانه. نه که این مردم از یگان کس نمیترسد، همه 100% است. من حالا اینجا یک پست نشر کردم، یگانه آبروی مهاجرای مهنتی، یعنی قدر و قیمت آنها را دانستن، تنها با پدر و مادرشان پول روان کردن قطعا من است. با آن خاطر که جنگ روان میکنه همه خاموش است، فقط پول. بچم پول روی کن خودت نبیا. من حالا ندیدم یک پدر و مادره که فرزندش گفته باشه که برگردیم به وطن که همون جنگا برفته با یگان فلاکت نشوه. من ندیدم اکا. به همین خاطر همین ترس نفس باید از بین بردن در کار، بعد رحمان و یکباره میشود. در تاجیکستان 30 میلیون اهالی باور کنید جای کار رو تامین کردن ممکن است اکا. مبلغی که امام رحمانوف و اطرافیانش دزدگی‌اند، دو تی دیگر تاجیکستان میشود. فهمیدید؟ 30 سال بازا با پیش میگویم ما یگان پیش ندیدیم. حاضر با بهانه گفتن رفتن گرفتید، هر جا رفتید به پیش میروید. به قبرستان هم به پیش میروید. مثلا به قبرستان هم عقب کی نمیروند، پیش کی میروند، به پیش میروید دیگه. آب نارک با 2 قدم پایان فراوردن، بهانه کردن الکای حال مای سنتبر ندار آمده، الکای لیمیت سر میشود. این 100% این کار میشد اکو. همه گپ و کار بگردن بیچاری همون بحری کلام. نه که افغانستان با میفروشن، اونجا با قد نمیشود یکان چی، آب پس نمیشود. بعد یک گپ دیگر که برای چی این مردم ترسو شدگیان، این خلق ما اکا گپ خوب کتی بیدار کردن نمیشود. میشود. این ظالمای فقط گپ وزنین میزنید که چه خیلی که کاکای پروید تکای حتفید میگه، این مردم بعد بیدار میشود. بیایید همین اجازه هست اگر محمد جان تمام شد، محمد جان هم باشند، محمد جان هم باشند نبریم تمام کنم. منم راضی نیستم با میگپشونو، بگذار گپشونو نبریم. نه بردگی نیستم. مرحبا. دوام تید محمد. نه مقصد همین که این مردم ما همین 20 سال بازا ما گم میزنیم نه سرجمی نه هیچی. یک سیاستی وزنین این ظالمای کردن در کار. حتما که این مردم با هم بیدار میشده. میگه چی به این مردک میگوید من نمیگویم. چرا من گفتن نمیتوانم اینا، مگر من مردک نیستم. همین فکر میداره از سر جوان مردا با. بعد اینجا که همین مهاجرا با یک ایجادیات همینجا میخونیم تا که فرزنداشون بیچاره اونجا کلام میشود، اینا در بدر خود بسر. ما رویم همین ظالم یک بره کنیم جای کار با خدا اگر در همون تاجیکستان پیدا میشود. فهمیدید؟ بفرمایید. همین هم میخونیم همین مردم کمک زور دیلاشون سوزد همین فرزنداشون با. فقط از بس که کمتر من اکو مونده موضوع همین ویدیو میکشم مایلش. خوش مهاجرا، هموطنان عزیز، برادرانی که شما چند سال بازا در مهاجرت کار میکنیتان، به خاطر پول و به خاطر مال فرزندا رو فریب کردن نمیشود. آنها باید، شما در نزد آنها باید باشین برادرای عزیز.
بچه‌م من پول میفرستم فلان میگیری، بچه‌م من این میفرستم رفته فلان گرفت مادرت کتی، این خیلی نمیشه. این خیلی مهری پدری و فرزندی عموما گم میشه دکو. باید که مهاجرای ما برگردن و دیداری هم پدر و مادر و زن فرزنداشون سیر شوند. صدا میره دکو؟ هست صداتون بهترین. خوش مهاجرا همینا گوش کنیتون. انشالله من امید دارم که شما آخرش به وطن برمیگردین. همین ظلم یک بار میکنیم. بنگلادش ببینین، نه از یراق ترسیدن، نه از اسلحه ترسیدن، گرفتن یک بار کردن. گریخت همون سروزیر اکا. حسینه بله شیخ حسینه گریخت. انشالله رحمان مهاجرا برگردن. همین حداقل 1 میلیونش برگردد. رحمان فکو نیم ساعت و ما چاپا میکنیم اکو. انشالله. فهمیدید؟ رفتیم اکنون مهاجرا گوش کنیتان. میروم امروز یا فردا پشیمان میشوید. آن سخنهای مرا هر لحظه پزمان میشوید. رفتنم بیهوده نیست با امر الله کریم. به من پرغم شما محتاج میدان میشوید. گفته ها تکرار کردم خسته بر جان میشوید. بردگی را بس کنید کی مرد میدان میشوید. طفلکان هر یکت پزمان دیداری پدر. کی در آغوش میگیرید و دیده خندان میشوید. روزی کارت 10,000 باشد تو هرگز شاد مباش. روزی کارت 10,000 باشد تو هرگز شاد مباش. کی به خانه مادران یک لحظه مهمان میشوید. ای محمد قلب تو 100 پاره از روز اول. کی ز قلب زخمیم دارو و درمان میشوید. من امید دارم که اکو مردم تاجیک با وطن برمیگردن. انشالله نزد پدر و مادر و زن فرزنداشون غلامی و دربدری خاک بسری بس. سبحان الله، در طول 30 سال من ندیدم یکم ملت این خیلی خور و ذلیل و دربدر شده باشد. همون نوارای میبینید دستاشون در پشت همدیگر کو. به نام الله همین کو مردن به حسکا. باور میکنید؟ اول مردن رحمانوف به است، بعد مردن ما. رحمانوف در طول 33 سال این مردم نه زواد ساخت، نه فابریکه ساخت، نه پشتیبانی کرد، نه 10,000 مردن یک همدردی کرد. فقط به خاطر نفس حرامش، به خاطر اولادش، به خاطر همون 400 مغولی که امروز با یراق اسلحه این مردم رو میخواهند که ترسانن و حکمرانی کنند. نه که انشالله رحمان روز ساعتاشون کم ماندگی است. ما همه خیلی میکنیم که این مردم نه از یراق اینا ترسن، نه از اسلحه اینا ترسن. تنها به پیش جوانای تاجیک انشالله میرویم، همه کسا سرجم میشویم. یک روز اعلام میشود نزد قصد این ظالم همه کسا انشالله رحمان. سلامت باشید. باید این فرار کنند اکا. دیگر یگان راه ماندگی نیست. سلامت باشید مردم مظلوم تاجیک به وطن برگردیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد برادر عزیز. خود محمد رسول خوش آمدید. حالا کمتر پیش از صحبت شما بعد گفتنی ها داریم بگیم. الهام جان شما چه گفتنی بدید؟ ما گفتیم اینه که همین وقتی که ما تاریخ تمام دیکتاتورها رو بررسی میکنیم، همین گفتیم که متد اونها همیشه یک بوده است. همش در هر دور زمان یگان متد نام شده است. یعنی که خیلی گفتیم اونها مثلا یکی از اینها ترس دادن مردم با ترس حکومت راندن، یعنی مردم رو میترسانی، حکومت چند قدر خواهی مثلا اداره میکنی. دویمش مردم رو در فقر و مثلا کمبخلی نگاه میداری، مردم شرایط نمیکنی تا مردم مثلا ثروتمند شود. چون فقر وقتی که شما در یک فقر و مثلا فقیری زندگی میکنید، هیچ وقت مثلا یعنی که با آگاهی شدن، به کتاب خواندن، به مثلا دانش آموختن شما دیگه وقت نمیرسه. شما فقط در غم نان هستید، در غم نان هستید که اشکم شما سیر شود. وقتی که شما در غم نان هستید یعنی که مثلا اون دیگه
فرصت پیدا نمیکنید، خوش پیدا نمیکنید که کتاب کنید، یعنی که آگاهی پیدا کنید. برای همین دو متد اینا دیکتاتورها استفاده میبرند. توی موضوع شما که ترس هست، من درباره همین گفتم که یکی از موضوعهای اساسی یا از متدهای اساسی دیکتاتورها در هر دور زمان، در همه دور زمان ترس دادن مردم بوده است و ترس دادن مردم و به خودش لقب گذاشتن. مثلا همین پیشوای، مثلا همین رحمانوف از اول میخواست که اینا پدر، یعنی پیشوای ملت شود، پیشوا خودش اعلام کند. میفهمید شما؟ پیشوا دوچی شود، فیورر شود، ورست شود مثل دیگرها. و اینا چه کرد؟ اینا مثلا ناپلئون هم میخواست که امپراتور شود. امپراتور در فرانسه این از همه مثلا چینی بالاترین لقب بالاترین. وقتی که شاه مثلا میگریزاند، این مثلا ناپلئون میبیاد چیکار میکند؟ این یک گنرال کنسول میشد. اینجا نه رئیس جمهور بود، نه یک دولت. حالا برای چی با اینا گفتم؟ التماس یک دقیقه. یعنی که باید در همین وقتی فکر امپراتور شدن بود، مردم ترساندن، باید یک کاری ترکت انجام دادنش در کار بود که با همین بهانه ترکت خودش امپراتور اعلام کند. و سال 1804 همین چیز موفق شد. یک ترکت کلان شد، مثلا اون مثلا چند نفر مثلا نابود کرد، خودش بعد امپراتور اعلام کرد. اگرچه باید ترکت طبیعی بود، مردم مثلا از ناپلئون مثلا بیزاری شد. اونجا یکوبو چها بود، مثلا رایلیستا و دیگر چها بود، میخواستن که ناپلئون بدونستن که هدفش خیلی هدفی مثلا نادرست برای ملت است. خلاصه کلام یعنی که اینا چیکار میکردن؟ با همین متدا چیکار هم مردم میترسوند و هم به خودش لقبی گویا که برای خودشان، گویا که در فکر خودشان همین پیشوا شدن و نمیدونم فیورر شدن و امپراتور بودن. بله شو خلاصه همین است که اینا میخواستم بگویم. اگر به فکرم شما هم چیزی میخواستید نه بگوید، بعدا راه میکنم. داشتم حالا گفتنیم رو بعد از محمد رسول خواهم گفت. محمد رسول بفرمایید. السلام علیکم تقو. و علیکم السلام و رحمت. تقو جان سخنتون کنید، من بافرجایم، من اینجا خیلی مستم. شما گپ زنید داد میام گپ میزنم، چون شما رو خیلی منتظر کردیم. اینجا دیگر دوستان هم هستن، اونها هم میخوان صحبت کنند. خیلی بوشه یعنی همون چی گفتنیم گفتهای شما در من 100% راضی هستم. او تقوی دیگر که نامشون نمیدونم چی بود، خیلی از سخنهای خیلی تاثیرناک زدن. او سخنها گفته گپا که تاثیر کرده، مقصد سخنهای خیلی زوری بعد باید تیزتر به بیدیه دیدن در کاری خیلی گردیم. اینجا رسیه خونه ای یگون یک تمام دو تا نمیشه. گفته او که اینجا 10,000 هم کار کنیم که سر اونو اونجا مادر پدر زن فرزند سر اونو در اونجا در عذاب، اینجا ما در عذاب، نه اینجا در روز ما میتن نه وطن ده. اینش که خونه بریم یا به بیدیه ده اینجا نه در اونجا دیدن در کار. اینجا بجه توکایا. بله تشکر زیاد. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر. شادمان بفرمایید. شادمان. شوکت جان من کمتر چی میکنم، با اگر شد فرصت شد وارد میشم دیگر. چی مایل سلامت باشید. خب زنده باشید. تشکر. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من شما یک سوال دارم برادر. بفرمایید. آیا در همین تاجیکستان انقلاب در فکر شما هست؟ انقلاب هست یا شدنی هست؟ چی گفتنی؟ من خوبتر یک کمتر واضح‌تر همین که امکانیت انقلاب شدن هست یا نیست؟ برای که مردم میخواهد مثال مردم چی میخواهد؟ مثال مردم انقلاب خواهد، اگر دیگرگونی خواهد، آیا امکانیت هست؟ زیرا که مثال به همگان معلوم است که ما یک دولت خرد هستیم و این دولت خرد دیگر دولت ها ایره کنترل میکنن
خصوصا روسیه بگیم، آشکارا بگیم روسیه همچون تاجیکستان یک قطعه زمین خودش میدونه و آیا میتونه که مردم یک دولت آزاد تشکیل کنند؟ تشکر. حالا دوست عزیز، همیشه بروزها ما شاهدی یک دیگرگونی یا تبدلات در بنگلادش شده هستیم. شیخ حسینه دختر شیخ مجیب الرحمن امروزها استعفا داد و به هندوستان گریخت. چرا من از به هندوستان گریختن شیخ حسینه گپ را سر کردم؟ برای اینکه هندوستان تقریبا 100 برابری نه تقریبا 10 برابری روسیه اهالی دارد. یکی از پراقتدارترین کشورها محسوب می شود و کارشناسان مسائل اقتصادی تخمین میزنند که در این 10 ساله های آینده میتواند هندوستان اقتصاداتش از خطای گذرد. و بنگلادش یک کشوری هست که این بنگلادش رو همین هندوستان ساختگی است، از پاکستان کشیده گرفته دادگی است. مستقلیتش یعنی از پاکستان جدا شدگی است، هندوستان تبع شدگی است، هندوستان گرفته دادگی است. و همین مجیب الرحمن یعنی سببگوی اساسگذاری صلح و وحدت، اساسگذاری، حالا امام علی رحمانی ما اساسگذاری استقلالیت نیست، خیریت. او شیخ مجیب الرحمن بنگلادش اساسگذاری استقلالیت بنگلادش بود، یعنی بنگلادش از پاکستان جدا کردگی بود. یعنی یک آدمی بود که برای استقلالیت کشورش سهم داشت. خودش مثلا گریم رستم امام علی شیخ حسینه دخترش گویم یا که آزاده رحمان گویم فرض کردیم، امام علی در بنگلادش استقلالیت کشورش را تامین کرد، آورد و اساسگذاری چی شد؟ اساسگذار چی میگود؟ استقلالیت بنگلادش شد. بعد از اون یعنی خلق را در یک حالتی که در یک حالتی تحمل منت رهبر قرار داد. یعنی حالا هم در تاجیکستان ما هم مردم در یک حالت تحمل منت امام علی رحمان قرار دارن، حالا که امام علی رحمان هیچ کار نکرده است، فقط من کردم گفته شده است. مردم شکرگزارش هستند، شکرانه پیشوای ملت گفته شدند. انا همین در بنگلادش شکرانه پیشوای ملت وجود داشت، شکرانه شیخ مجیب الرحمن. بعد از وی گویا آزاده رحمان سروزیر شد، اومدن مردم دیگه بیزار شدن، از جانشون گذشت و انقلاب کردن. انقلاب رو کی کرد؟ دانشجویان. همون دانشجویانی که مثلا گریم در تاجیکستان کی درس میتید در دانشگاه ها؟ همین استادان دانشگاه ترسک. امام علی رحمان چی گوید به دانشجویان میدهند در دانشگاه های تاجیکستان علم داده نمی شود، فقط محبت به امام علی رحمان داده می شود، محبت به پیشوا، حتی محبت به وطن. اگر محبت به وطن باشد در همین 11 سال مکتبی میانه خواندن مردم تمام میکند. کسی که خواندن رفت خواندن میرود، کسی که به خدمت حربی رفت به خدمت حربی میرود. هیچ کس از ابله و نمیگریزد، چون که وطنش رو دوست میدارد. هر مشکلی که بالای وطنش اومد مشکل خودش میدوند، از ابله و نمیگریزد. و از این میبرد که در 11 سال هم اینها خیانت کردگی هستند، فقط محبت امام علی یاد دادگی هستند، محبت امام علی خوندگی هستند. و بنگلادش استودنت ها اومدن انقلاب کردن. هندوستان فقط کاری توانستگیش، فرض کردیم هندوستان روسیه تاجیکستان، کاری توانستگیش همین شیخ حسینه رو گریزاند.
در برابر اینکه مثلا گریم یک کمتر بنگلادش زبون کوتاهی مثل هندوستان بود چون که در استقلالیتش سهم داشت. بنگلادش همیشه آماده بی کمک به هندوستان بود وقتی که هندوستان با مخالفانش به مشکلی دچار می شود. در سرکوب مخالفان بنگلادش به هندوستان کمک میکنه. این خیلی حالت ها داشت. حالا تاجیکستان در سرکوب یگان چیز به مثلا گریم به روسیه کمک نکرد. برعکس دیویزی 201 روسیه در حفظ تاجیکستان است، گرچند که او حفظ ODKB حفظ تمام کشورهای اتحادیه دولت‌های شوروی میگویند، اتحادیه دولت‌های مستقل میگویند و از جمله حفظ مرز تاجیکستان رو روسیه حفظ مرز خودش هم میداند. لیکن به هر حال در داخل تاجیکستان 7000 لشکر دارد. امنیت تاجیکستان رو گویا تامین میکند. این خیلی حالت وجود دارد. روسیه با اوکراین جنگ کرده ایستاده است، تاجیکستان لشکر نفرستاند، دستگیری نکرد روسیه رو. و کارهایی که بنگلادش برای هندوستان کردگی است یگان تاشه را تاجیکستان برای روسیه کردگی نیست. اما هندوستان هیچ کار کرده نتونست. همگی کاری کرده توانستگیش. شیخ حسینه رو با ورتلیات گریزان تمام همین قدر کار کرد. دولت به دست حربی گذاشت. مثل اینکه محمد مرسی رو سرکوب کردن در مصر، رئیس جمهوری منتخب مصر رو، و سیسی یعنی وزیر دفاعی کشور مصر به سر قدرت آمد، گفت مردمی میکنم، لیکن باز دیکتاتوری کرد. حالا به همین حربی از دستش فقط دیکتاتور میبید. حالا کمی بنگلادش من هیچ باور ندارم که همین دانشجوها به مقصدشون میرسن. باید دانشجوها که از دست حربی حکومت رو بگیرن، گویند که نه تو در کار نیستی، تو در جای خودت بیست. لیکن قانونشون شاید در این حالت ها قانونشون شاید این باشد که باید حربی اداره کند. این چیز رو پیگیری نکردم، لیکن به هر حال حربی همون چی میگود پریکاز کماندر نیابسوجدایت می شود تمام، یعنی دیکتاتوره. انا برای همین این نشو یک طرف گذاریم، لیکن مردم توانست، استودنت ها یعنی دانشجو توانستن در بنگلادش دیگرگونی بیارن. برای چی در تاجیکستان میشود است میشود یگان سوال حالا شما گفتید که مردم خواهند، اگر خواهند، نه روسیه نه خطا یگان کس پیش رویش گرفته نمیتوند. همین برای در تاجیکستان انقلاب شدن، دیگرگونی به میان آمدن، یک چیز نمیرفت، اراده مردم. تمام دیگه یگان چیز لازم نیست. همین روز مردم اراده پیدا کرد که انا همین امامعلی رحمان دیگه لازم نیست، همین جسارت پیدا کرد که همین گپ گفتن تواند، همین روز انقلاب میشه. درست برادر. یک سوال دیگه دارم برادر، بعد تمام فلان سوال ماست برادر. بعد همین مثال اگر انقلاب شد چون که شما ذکر کرده بنگلادش ذکر کرده، گفتن که در دست حربی ها غلطید. آیا همین مثال میتونه که فیدنی با همین هندوستان باشد؟ مثال دیگه شخصیتاش علیش میکنه، شخصیتای دیگر میگیره میمونه، مردم فریبی میکنه. آیا همین مردم میخوان در همین فتنه ها را میتونن بفهمند، یا که شخصیت‌ها هستن که همین فتنه هایی که بعد انقلاب میشه مردم مثلا بفهمونن و هم شخص‌های مردمی در رهبریت، یعنی که رهبریت کنن، حکومت کنن. عمل باشن. حالا من یک چی رو مثال میبرم عزیز. وقتی که همون پرزیدنت منتخب مصر از حزب اخوانی ها به سر قدرت آمد، با انتخابات مردمی، با آواز مردم در انتخابات غلبه کرده به سر قدرت آمد، همین رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آقای محیدین کبیری وقتی یک همین مصر رفته آمده بودن،
راستی یادم نیست که با خود مرسی روبرو صحبت کردن یا با کماندش، یادم نیست. به یک نگرانی داشتن، که از مضمون گپ‌هایشان این دیده میشد که همین حکومت منتخب که مردم با هزار امید و آرزوی هوس همین محمد مرسی را انتخاب کرده است، این حکومت دور نمیکشد. حالا حکومت در سر قدرت بود، از همون تحلیلی در همون یک اسک کروگ میگن در چی کرده موحدی کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مضمون گپشون همین خیلی می اومد و چند به خطاگی های که الکی بعد پرزیدنت شدن محمد مرسی دست زد، به چند از خطاگی ها همونجا اشاره کرده بودن و واقعا همین طور هم شد. بعضی از سیاستمداران واقعا دوربینی کرده می توانند، لیکن برادر عزیز انقلاب این نیست که گپ سیاستمدار مردم گوش کند. وقتی که مردم انقلاب میکند بعضی از چیزهای به میان میبیاید که یگان تاش پیش بینی نشده است، از روی نقشه نیست، از روی نقشه نبوده است، این خیلی چیزها به پیش میبیاید، یگان چیزش پیشگویی کرده نمیشود برادر عزیز. و حالا همین دورکش شدن انقلاب در تاجیکستان، دورکش شدن دیگرگونی در تاجیکستان هم سببش همین است که مردم از جهت فهمش یا درک سیاسی پخته نرسیده است. میتواند یک دیکتاتور دیگر رو به میان بیارد. حالا نگرانی شما رو درباره مثلا گریم بنگلادش که گفتید شاید هندوستان این بازی رو کرده ایستاده است، شاید بازی رو نکرده ایستاده است، لیکن به بازی وارد میشوند. یعنی منفعت خواهان همه حق همسایه ما در تاجیکستان منفعت های خودشون رو دارن. خطای منفعت خودش رو دارد، روسیه منفعت خودش رو دارد، ازبکستان، قرقیزستان، مثلا گریم افغانستان، اینها منفعت های خودشون رو دارن. در این حالت های آسیب پذیری اینها وارد منفعت های خودشون میشن. میخواد هر یک کشور میخواد از همه پیش وارد منفعت خودش شود از همه پیش، و در این حالت ها میتونیم ما بازیچه دست دیگران شویم، چون مردم آگاهی سیاسیش کم است. انا برای همین چرا با این همه دیوانگری های امام علی رحمان مخالفین صبر دارن و این خیلی برنامه های مثلا گریم در شبکه های اجتماعی و این گونه استریم ها گذرانده می شود؟ برای آن که مردم امام علی رحمان از بین برده، یک امام علی رحمان دیگر به میان نبیارد. حالا همیشه به روزی که مردم ما در حالتی که دارد این است که همین پیشوا جناب عالی شکرانه پیشوای ملت با همین شعارها مردم ما رفته ایستاده است و ما همین امام علی رحمان را خودمون دیکتاتور کردگی هستیم، خودمون به همین حالت آورده نیمه خدایی آورده رسوندگی هستیم. هر کسی که امام علی رحمان میره به جاش میباید این مردم در همین حالتی بودگیش باشد، با همین رو با یک دیکتاتوری نو میسازد. برای همین برای آن که حکومت مردمی باشد، حکومت از آن حربی نباشد، حکومت از آن دیکتاتور نباشد، باید آگاهی سیاسی مردم بلند برداشته شود، درک سیاسی مردم باید بیشتر شود، مردم بیشتر وارد سیاست شوند، از سیاست گریز نه وارد سیاست شوند. عین حال مردم رو امام علی رحمان همین خیلی ترسانده ایستاده است که مردم از سیاست گریز شده است. حالا این صحبت ما برای چی است؟ وقتی از چیز تو رو میترسانند تو باید وارد همان شوی، از اون نگریزی. مردم تاجیکستان حاضر گفت که هر کاری میکنین بکنین اما به سیاست کاردار نشوین. گپ امام علی رحمان شنیدید در سخنرانیش گفت امام علی رحمان به سیاست کاردار نشوین. یعنی از به سیاست وارد شدن مردم رو میترساند حکومت امروزه. مردم از چیزی که ترسانیده شده ایستاده اند باید به همان وارد شوند، تمام. اگر درک سیاسی به همون چیز وارد شدن رو پیدا کند مردم،
میتواند که امام علی رحمانی دیگر پیشوای ملت و شکرانه پیشوای این خیلی چیزها این خیلی شعارات دیگر تکرار نشود و پرزیدنت هم مردمی باشد و به دست حربی هم نفراید به دست نظامیان هم نفراید و نظامیان هم تابع مردم باشند. اما درک سیاسی نداشتن این خیلی خیلی خطر دارد. گفتم رو تمام کردم برادر عزیز. سلامت باشین برادر. اگر باشور یک سوال دیگه دارم هم تا میرم از سلامت باشین. مایل است بگید. یک سوال دیگه است همین است که تاجیکستان همو مثلا ما اقتصادچی نیستم و شما خوبتر خبر میدونین. انا تاجیکستان همین بودجه که واسه بودجه که تاجیکستان ده هست مثلا مقدار بودجه تاجیکستان چند است من راست نمیدونم. انا سبب 3 میلیارد دلار است. 3 میلیارد دلار است برادر. خب 3 آیا اگر حکومت مردمی باشد همین مهاجرت که از کوچمنشی شده مردم باز همین مهاجرت کمتر میشه که مقدارش کم میشد یا که میتونه که دولت تاجیکستان تونه خودش رو خودش تامین کنه در همه ساحه در ساحه مثل وزارت تعلیم دیگه جدی همه چیز داشته تامین کردن خودش میتونه همین کارو کنه. برادر عزیز میتونستید این سوالاتون رو به اقتصاد شناسا بدهید. منم اقتصاددان نیستم فقط تنها نظر خودم رو میگم. تاجیکستان یک دولت کوچک است. اکثریت دولت‌های کوچکی که اهالی کم دارن زودتر موفق میشن. اساساً در اصل نگاه کنید اکثریت دولت‌های کوچکی که اهالی کم دارن 8 میلیون 10 میلیون 12 میلیون 2 میلیون 3 میلیون خیلی اهالی دارند و در جغرافی خود ثروت‌های طبیعی زیاد دارند زودتر بوی میشن زودتر به مقصد میرسن زودتر موفق میشن. مثلا کویت و قطر و کشورهایی که مثلا اهالی کم دارن چندین کشورهای بینید که خیلی مثلا گریم پیشرفتگی هستند چون که درآمد کشور از مثلا گریم اهالی زیاد. ثروت‌های طبیعی تاجیکستان هم ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان هم اگر کارکرد شوند از اهالیش زیاد است. چندین برابر 10-15 برابر از اهالیش زیاد. یعنی تاجیکستان میتواند این 10 میلیون 12 میلیون رو نه تقریبا 40-50 میلیون اهالی رو خورنده پوشاند. ما 10 میلیون هستیم. این پتانسیل رو تاجیکستان دارد فقط کارکرد نشده است. حالا ببینید ثروت‌های زیرزمینی ما اساساً یا که ثروت‌های عموما ثروت‌های طبیعی ما اساساً همچون اشیاء خام فروخته میشوند. مثلا زردالو اقلا کمپوت کرده فروخته نمیشود. با آب همراهش میکنی نرخ زردالوی همین خشک میفروشی. آب رو پول کرده میبری نمیکنن. مثلا گریم رقیبان تاجیکستان همون اشیاء خام رو یا که همون میوه خام میوه پخته رسیدگی رو از تاجیکستان میخرن فرض کردیم اروپا میخره یا کشورهای دیگر میخرن یا ازبکستان میخرد یا بارو اینکه خودش میوه استحصال میکنند کمپوت میکنن مثلا در خود روسیه به تمام مغازه‌های روسیه آب میوه رو میفروشند و چند برابر این پول می شود. تاجیکستان فقط حالا به قریب حالا یک دو سه سیخ و فابریکه یا که کارخانه ها پیدا شدن لیکن تاجیکستان اساساً شاید 60-70-80% میوه خشکش رو همچون اشیاء خام بفروشد. شاید اکثریت مثلا پخته تاجیکستان که یکی از بویگری‌های اساسیش حساب می شود ما لباس‌های جندگونده را لباس‌های بی‌صفت را از خطای می‌خریم لباس‌های سینتتیک و کسل کننده بیمار کننده را از خطای می‌خریم پخته را همچون کارکرد نمی‌کنیم همچون اشیاء خام می‌فروشیم تیلا را همچون اشیاء خام می‌فروشیم نه فقط تیلای تازه کرده شده ما تیلای به خاکش کتیم پدرکه می‌کنیم و یا چند کیلو گوید چند شود گوید از این مثلا پروبه چند قدر برآمد گوید به همه روزی شده ایستاده میگیرن به خاک پرکش میبرند بار کرده اونها چند قدر تیلوی صاف برآمد گویند ما به همه روزی چون در خودمون کارکرد نمیکنیم در خودمون تازه نمیکنیم در خودمون
حتی استخراجش رو هم به دست خودمون نمیکنیم، استخراجش هم به دست خارجیان گذاشته شده است. یعنی خطای اکثریتی کنهای طلا رو به عهده گرفتگی است، زده کشته گرفتگی است گویا. این از بیچارگی ما انگشت داریم، انگشت استحصال میکنیم، مثلا اگریم همه ثروت های زیر زمین رو داریم، سیماب داریم، آلومین داریم، نقره داریم، اوران داریم. اوران نصف تاجیکستان اوران است، اورانیوم است. همه چیها یکی اوران دارن، تمام دنیا رو ترسانده ایستادند. در ما اوران در تک کوه ایستاده است. حالا همین اگر ولایت سوغد رفتگی باشید، شهر خوجان رفتگی باشید، به کوه نگاه میکنید یک تا گیاه نمیروید. من پرسیده بودم که برای چی؟ برای اینکه زیر این کوه پوری اوران است، پوری اورانیوم است. برای همین در این کوه گیاه نمیروید گفته بود یک متخصص. اگر گپش راست باشد، ما چقدر مثال گریم اوران داریم کار کرد نداریم. برای همین ما پتانسیلی چندین برابری تاجیکستان و به نظر من تامین کردنش داریم، لیکن حوصله‌اش نداریم. مسئله که چی؟ مسئله مهاجران. دوستی عزیز، گذشته از همه این ثروت‌های طبیعی رو یک سومونه، گذشته از همه این ثروت‌های طبیعی رو یک سومونه، ما همیشه بروز انامین ترکیه گفتم که تماما ثروت طبیعی ندارد. آلمان ابرقدرت‌ترین کشوری اروپا در دنیا هم از اولین گپ‌ها رو میزند، یک ثروت طبیعی ندارد. تاجیکستان در یک سال 10 تن طلا استخراج کند، آلمان 20 کیلو. آهن ندارد، ماشین میکند. برای همین گذشته از همین ثروت‌های طبیعی که داریم، همه این رو فرض کردیم گفتیم که نداریم. همین مردم رو آزاد بماند، همین آزادی زندگیش یافتن مردم تامین کرده شود، تاجیکستان در همین دور نمیرد. در همین 10 سال آینده مهاجرانش همش میگرداند. از روسیه مهاجرانش رو میگرداند. در همین 10 سال آینده تنها یک چیز، آزادی به استحصال داده شود، مونوپولی از بین برداشته شود، یگان منصبدار، یگان شخص نزدیک به پرزیدنت بیزنس نداشتگی باشد، پراز وجود نداشتگی باشد، تلکو این همش مردمی کرده شود، از بین برده شود، برق تاجیک وجود نداشتگی باشد، با تندر شرکت های برق دهی یا که به برق تامین کنی یا شرکت های پسردنی که برق خریده به مردم میدهند، با تندر در تندر ها شرکت کرده غالب ها به مردم برق رو تامین کنند، با نرخ های ارزانی که به مردم پدخود میکنند. این خیلی حالت ها شود، مونوپولیست ها از بین روند، یعنی به دست مردم گذرد. آزادی اقتصادی در 10 سال به تاجیکستان کارگر نمیرسد. در همین 10 سال من بعد که اکثریت شهروندانش رو، یعنی مهاجرانش رو تاجیکستان گردانده میگیرد. دیگر رو به کار میروند، کار کوفته میرود. دیگر رو به ما مهندس نمیرسد، تکنولوژ نمیرسد و کارگرهای ورزیده نمیرسند. همین گشته میرود. همین بس است. در ترکیه کدام بینای استقامتی رو نبینید، در پدولش یعنی در زیر بیناش کارخانه وجود دارد. کارخانه یا کارخانه چیکار میکند؟ گریبانی پالتو میدوزد یا گریبانی کته. و کارخانه چیکار میکند؟ در او دام همسایه هم کارخانه وجود دارد. چیکار میکند؟ آستینی پالتو میدوزد یا آستینی کرته. و کارخانه در 10 دام یا در 10 بینا اون طرف بدگی چیکار میکند؟ آستین، گریبان،
همه این چی کرته رو جمع میکند، جمع کرده میدوزد. بینشون مثلا گریم چی کرده هستن، شرطنامه بستگی هستن که کی چی کار رو میکنه. اکثریتی به همین یک کوچه میدروی تق 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 تیک 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 دوک 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 در اکثر تخونه ها، سیخ ها، کارخانه ها موجود هستند. یعنی به مردم آزادی اقتصادی داده شده است. میتوند سیخ بکشوید، میتوند. ببینید برای چی مثلا میگم تاجران ما میرن از ترکیه بور میبرن با نرخ ارزان با صفت بلند. هیچ کس نمیرد از داماد رئیس جمهوری ترکیه اجازت بگیرد که من از بازارهای شما چیز خریده گرفته برم اگر شما جنابتان اجازت بدید. راست میرد پیش تاجر. در تاجیکستان همین خیلی شرایط وجود دارد؟ نه. بازار در دست کی ها است؟ در دست نامرد باشم زنده باشم ها هست. وقتی که به بازار مول میدراری او پول کنه که بازار فلان پول طلب میکند، خواهی همین نخواهی جای خالی کن. باید نرخ پولی این نامرد باشم زنده باشم خو میچیندگی رو هم بالای بارد اضافه کنی یا نه؟ چرا از ترکیه به همین قدر عذاب و عقوبت از ترکیه بر رو می آوردی لیکن همون کرته رو در تاجیکستان نمی دوخته؟ برای اینکه فضا وجود ندارد برادر عزیز. فضای کار وجود ندارد. بجای فضای کار، فضای ترس تاجیکستان را فرا گرفتگی است. زنده باشد برادر شادمان. سلامت باشین برادر. زنده باشد. اسلام جان سعیدوف بفرمایید. شما ده دوملو زنده باشید. تشکر زیاد. دوستان عزیز، ما برادر عزیز گرامی اسلام جان سعیدوف که یک برادر دانشمند علوم دین هستند، من خودم شخصا دعوت کرده بودم که اگر فرصت داشته باشه در این برنامه ما شرکت میکردید. حالا طول یک چند دقیقه من میخواهم به برادر اسلام جان سعیدوف فرصت بدهم که موضوع امروزه ما رو از نقطه نظر دین و عموما از روی نقطه نظری همچون یک دانشمند علوم اسلامی زمان معاصر ما مطرح کنند. پیش از همین دوملو من میخواستم یک دو نفر در همینجا که ها باز نوبت پیدا شدن اول سخن آنها رو گوش کنیم تا آنها بسیار چی نشوند، منتظر نیستند. اگر راضی باشید. رسول غمزایف بفرمایید. السلام علیکم برادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین دوستان. هر آنچه که شما را میبینم در همه شبکه‌های اینترنتی اشتراک میکنید و گپ میزنید. برادر عزیز، من خواهشمند همون هستم که هر کسی که باشد، از تاجیکستان باشد، از کدام طرفی نباشد، همین حق گپ زدن خود داشته باشد. بله. برادر عزیز، بخشش زیاد من تماشا نکردم، از اول تماشا نکردم، نفهمیدم برنامه شما وایش از اولش از چی سر شدگی. یک میفهمونده که من گپ میزدم. تمام برادر عزیز. حالا شما بعد از صحبت اسلام جان سعیدوف صحبت میکنید چون که میفهمید که موضوع در کدام چی است. برای همین دیگر باشه. گوش کنیم. باشه. بعد از اسلام الدین سعیدوف شما صحبت خواهید کرد برادر عزیز. ما بفرمایید. نشد. برادر اسلام جان بفرمایید. نوبت شماست. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر پیامبر آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحاب پاکشان. بار دیگر سلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم برنامه گفتگو و تشکر از برادرمون شوکت جان که این فرصت رو برای ما دادن و در این مدتی که در خدمت
شما همتون هستیم و چند گفتنی خود را در رابطه با این موضوعی که برادر شبکه جان انتخاب کردن در برنامهشون که نهایت موضوع خیلی مهم هست بیان میدارم. موضوع برنامه هم که شجاعت و ترس است، فکر کنم به همین شکل بود که خیلی یک موضوع خیلی مهم است و از نگاه من ما دیگر باید بیشتر یعنی که مفهوم ها رو درست انتخاب کنیم و هر کلمه که انتخاب میکنیم یا که هر معنا و مفهومی رو که انتخاب میکنیم یک تفسیر درستی از اونها داشته باشیم. دیگه این وقتش رسیده است، باید روی این خیلی توجه کنیم. اینجا هم موضوع با این شکل انتخاب شده است که شجاعت و ترس. خب ببینید برادران، یعنی برای که ما در رابطه با شجاعت معلومات درست داشته باشیم، یعنی چند نکته دیگر رو باید توجه کنیم. یکی شجاعت هست، یکی ترس هست، یکی بی‌پروایی هست و یا یکی دیگر بزدلی یا که ترسانچکی هست. خب ببینید شجاعت اینجا در مقابل ترس نیست، بلکه شجاعت اینجا در مابین بیباکی و ترسانچکی یا که به قول بزدلی قرار میگیرد. یعنی از یک طرف خب بیباکی هست، بی‌پروایی هست به قول ما، از یک طرف دیگر بزدلی و ترسانچکی هست. شجاعت در بین اینها قرار میگیرد، چون ترس یک در فطرت هر انسانی هست. یعنی ترسیدن از چیزی، از کاره در فطرت هر یک انسان هست. نمیشود که مثلا ما در اینجا شجاعت رو در مقابل ترس گذاریم، بلکه شجاعت اینجا در مقابل ترسانچکی یا بزدلی قرار میگیرد که انسان یعنی نباید ترسانچک و بزدل باشد، چون که ترسانچکی و بزدلی این از صفت‌های بد برای انسان هستند که انسان رو به پستی میبرند و این شجاعت هست که جایگاه انسان رو بالا میبرد، یعنی انسان رو به آزادگی، به سربلندی میرساند. چون حتی ترس و خوف در تمام بشریت هست، در اون نفره که خب در پیامبران، در دعوتگران، در همه این ترس وجود دارد. ولی شجاعت به این معناست که ما بتوانیم اون ترسی رو که در وجود ما هست او رو اداره کنیم، او رو کنترل کنیم و بتوانیم بر اون ترس غلبه کنیم. یعنی این معنای شجاعت هست. وقتی که ما میگیم در مقابل ترس قرار نمیگیرد، شجاعت یعنی در مقابل ترسانچگی و بزدلی هست، چون اون ترسی طبیعی در تمام انسان ها هست. یعنی ما وقتی که بتوانیم اون ترس رو که هست اون رو اداره کنیم، کنترل کنیم و یا اینکه بتوانیم اون ترس رو بر اون ترس خود غلبه کنیم، اینجا دیگه انسان به قول شجاع گفته می شود. ببینید اگر ما در وضعیتی که امروز قرار داریم واقعا خیلی شبیه به از نگاه قرآنی اگر ما بخوایم با شجاعت و ترس نگاه کنیم، بهترین مثال برای امروزه ما همان مثال حضرت موسی و فرعون است، چون که در این وضعیتی که امروز ما قرار داریم واقعا شبیه اون وضعیتی است که در اون روز حضرت موسی با قومش و در مقابل فرعون قرار داشتن. خیلی شبیه است. امروز تاجیکستان ما هم در اختیار یک نفر دیکتاتور و یک خودکامه هست و به هر شکل و به هر گونه مردم رو خوب در حالت ترس نگاه داشته است و روز به روز تلاش میکند که این ترسی مردم بیشتر شود. در حالت بردگی مردم را قرار داده است، در حالت قشاقی و خوب بیچارگی مردم را قرار داده است. و اون روز هم که زمان حضرت موسی هم که قرآن بیشتر در این رابطه قصه بیان میکند، قصه حضرت موسی و فرعون در قرآن که بیشتر بیان شده است، عیناً همین حالت ما را داشتن که با هر شکل مردم را قوم حضرت موسی را در این حالت نگاه می داشت و
مردان اونها رو با هر شکلی به قتل میرسون، زندان میکرد، به درغه میکرد، قتل میکرد و زنهای اونها رو زنده نگاه میداشت که برای اونها خدمت کنند. چون که این روزه دارد رحمان این کارو میکند. با هر شکل مردان در زندان هستند، یک قسم اونها مجبور به ترک وطن شده هستند، یک قسم دیگر اونها به مهاجرت کاری رفتن و در داخل مانده است یک مقدار موی سفید و زنها و کودک ها و رحمانوف هم اون طوری که میخواد بالای اونها حکمرانی دارد. و عیناً این خیلی حالتی ما با اون حالتی که قرآن بیان میکنه در زمان حضرت موسی خیلی شبیه هست. و اون زمان هست که برای حضرت موسی رسالت داده میشد از جانب خداوند که اذهب الى فرعون انه طغى، برو به جانب فرعون و چون فرعون دارد سرکشی از حد زیاد سرکشی میکند، از همه حد و حدود میگذرد، برو به سوی فرعون و او را از این استبداد و این ظلمی که بالای مردم دارد باز دار و او را به سوی خدا دعوت کن. و امروز هم این ندای خداوندی برای تک تک ما هست، برای چون دیگه بعدی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر آخر زمان دیگه پیامبر نمی آید و این مسئولیت و این رسالت به دوش امت و به دوش ما مسلمان ها و به دوش مردم گذاشته شده است. یعنی دیگر چون پیامبر که نمی آید، در قبل از پیامبر ما هر زمانی که این مصیبت ها بالای مردم می آمدن، خداوند با فرستادن یک پیامبر برای اون مردم کمک میکرد. اما بعد از رفتن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از این دنیا و ختم نبوت، دیگه این مسئولیت به دوش خود مردم گذاشته شده است و خود مردم وظیفه دارن و مسئولیت دارن که با این مشکلات رو با شکل حل کنن. و امروز این خطابه که اذهب الی فرعون انه طغى خداوند برای حضرت موسی گفته بود، امروز برای تک تک ما مردم تاجیکستان این خطاب هست. یعنی برای هر یک ما از جانب خداوند این خطاب هست که بیروید و این مشکلات خود را اصلاح کنید و بیروید پیش این دیکتاتور را بگیرید و بیروید پیش این مستبد را بگیرید. و تک تک ما مردم تاجیکستان امروز مسئولیت داریم، وظیفه دار هستیم و فردا در نزد خداوند از این رسالت و مسئولیت تک تک ما پرسیده می شود که شما در این وضعیت چیکار کردید، این مسئولیت را در کجا انجام دادید. و دیگر این مسئولیت وظیفه با دوش ما است که ما بیاییم و با هم راه حل این مصیبت رو پیدا کنیم. و قرآن خیلی قصه را جالب بیان میکند. وقتی که خداوند برای حضرت موسی دستور میدهد که برود به جانب فرعون و او را از این استبداد و ظلم باز دارد و مردم را از زیر ظلم و نجات بدهد، حضرت موسی را با وجود آنکه پیامبر بود، با وجود آنکه با دستور خداوند بود، ولی با این وجود بعد از این خطاب مستقیم حرکت نکرد به طرف حضرت موسی، چون میدونست که با مشکلات و گرفتار می شود. همینجا بود که به طرف خدا مراجعت کرد و گفت که این چند مشکلی در اینجا وجود دارد که من باید اینها را مشخص کنم. اول گفتن که اینجا از ترس میگوید حضرت موسی، چند چیزی هست که مرا میترساند در عمل کردن این رسالت و این وظیفه. اول این که گفت قال رب انی اخاف ان یکذبون، پروردگار من میترسم که وقتی که من این دعوت را به سوی خوب به نزد فرعون میروم و این دعوتم را آشکار میکنم و میگویم که تو داری ظلم میکنی، تو داری مثلا از همه حد و حدود میگذری، گذشته ایستاده ای، از همه حد و حدود را گذشته ای، اون حتما مرا تکذیب میکند. این اولین چیزی است که خب حضرت موسی بیان کرد که من از این چیز میترسم. یعنی این ترس در با وجود اینکه پیامبر هست، خب تایید از جانب خداوند هست و یقین و باور دارد که کمک خداوند همراه او هست، ولی باید این اون از چی چیز باید بترسه، باید اون رو مشخص کنیم. یعنی اون چیزهایی که از اون میترسی، چون ما گفتیم شجاعت، معنای شجاعت این چی است؟ اداره کردنی، کنترل کردن ترس هست و بقای پیروز شدن بر ترس هست. و اینجا بود که حضرت موسی این نکته ها رو بیان کرد که من میترسم که این نفر ما رو تکذیب میکند. یعنی در واقع چنین هست، هیچگاه یک دیکتاتور، یک مستبد، یک
یک نفری که خودش رو در جایگاه از همه بالا قرار داده است و دیگر مردم را هم خدمتگار خود میداند، اون هیچگاه با یک سخن نرم، با یک دعوت اون از اون اعمال زشت خود کنار نمیوید. چون فرعون دعوای خداگی میکرد اون گونه که امروز این دیکتاتوری ما هم دعوای از همه بالا رو دارد. این اولین چیز که ما را حتما تکذیب میکند. اما گونه که امروز هر چی برای رحمانوف نصیحت انجام شود، هر چی دعوت شود، اون حتما تکذیب میکند. اصلا گپی مردم برای اون هیچ اثری ندارد. اصلا همه چیز او هست، همه گپ او هست، حقیقت مطلق در تاجیکستان او هست. اما گونه که فرعون فکر میکرد. بنابراین امروز هر برادری که فکر میکند با نصیحت کردن و یا با خوب گفتن این رحمانوف اصلاح میشود، واقعا این یک اشتباه است. چون اینجا حضرت موسی هم این حقیقت و این واقعیت رو درک کرده بود و گفت که حتما این فرعون ما رو تکذیب میکند. ما هم باید امروز به این خلاصه برسیم و راه موسی رو در پیش بگیریم، حضرت موسی رو، که حتما این با گفتن ما، با نصیحت کردن ما، با خب از آزادی و که از این چیزا گفتن ما برای رحمانوف دیگر هیچ فایده ای نداره. خب این اولین چیز که مشخص کردن، معین کردن اون جایهای ترس که از چی باید بترسی. این اولین چیز. و دوم چیز این که ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، یعنی که در بیان کردن رسالت خداوند، خب رسانیدن این پیام برای فرعون، حتما من یک مشکلی زبانی دارم. اینم خب حضرت موسی بیان کرد که امروز ما واقعا به این چیز باید توجه داشته باشیم که در اون روز حضرت موسی گفت که حضرت هارون را همراه من بفرست، هم شاهد باشد و هم در بیان کردن اون مطالب برای من کمک کنه. امروز ما واقعا در این زمان، در این عصری که هستیم، خیلی مهم برای ما این چیز از این درس، از این قصه این است که ما باید خطاب سیاسی خود را درست کنیم. وقتی که صحبت سیاسی میکنیم، وقتی که از سیاست گپ میزنیم، در مورد سیاست گپ میزنیم، باید معیارها و بازی‌های اون رو خوب بلد باشیم و بر اساس اون معیارها صحبت کنیم. و خیلی این خطاب سیاسی ما در این زمان خیلی مهم هست. ما نباید یک صحبت‌هایی کنیم که اصلا عملی کردن اون خوب محال باشه. یعنی نباید چیزهای بگوییم که در عمل تطبیق کردن اون خیلی دشوار باشه. باید بدونیم که چی میگوییم و بدونیم که برای کی میگوییم و بدونیم که مخاطب ما کی هست. امروز این خیلی برای ما مهم است. همچون یک اون نفرایی که خود را سیاستمدار میدونن، خود را مبارز میدونن، خود را نفرانی میدونن که در این راه مقاومت هستن، باید این خیلی خوب درک کنن که ما با کدام زبان و با کدام شیوه با رحمانوف صحبت کنیم. امروز این خیلی مهم هست. اما گونه که این چیز را حضرت موسی در اون زمان هم تاکید کردن و ما باید روی این تاکید کنیم. این دومین جایی است که ما باید روش تمرکز کنیم، همان گونه که حضرت موسی در اون روز این چیز رو بیان کرده بودن. و دیگر این که گفتم که من در گذشته یک اشتباهی کرده بودم در اینجا، ولهم علی دم فاخاف ان یقتلون. اگرچه در واقع این ذم نبود، یک اشتباهی از جانب حضرت موسی بود که با یک زدن خطا یک نفر کشته شد از خب نزدیکان فرعون و این سبب شد که حضرت موسی علیه السلام از مصر فرار کند. و این را هم یادآور شد که این مشکلی در گذشته برای ما بود و احتمال زیاد دارد که به خاطر این مشکلی فرعون ما را دستگیر کند و به قتل برساند. این چیزی که این سیوم چیزی که روی اون تمرکز کرد حضرت موسی و گفت که من از این چیز میترسم، که واقعا این سه چیزهایی بودن که واقعا جای نگرانی هست برای یک مبارز. و ما هم امروز واقعا این مشکلی را داریم و باید خیلی روی این دقت داشته باشیم که یعنی در گذشته چه اشتباه‌ها و خطاهایی که از ما در این راه سر زد، ما باید تک تک اون را در پیش خود بگذاریم، خب همه اون را بررسی کنیم و ببینیم که اون اشتباهات دوباره تکرار نشوند. این از یک جهت. و از دیگر طرف ببینیم که همون
خطا و اشتباهی که از ما سر زده بود در گذشته امروزه مورد استفاده اون نفر قرار نگیرن و باید ما روی این هم تمرکز کرده باشیم. اولین چیزی که اساسی ترین چیزی که میتواند همیشه خب در مقابل یک مبارز امروز استفاده کنند، خب همون روز هم همین حضرت موسی رو به همین شکل تهمت میزدن فرعون که اینها میخوان دین شما را عوض کنن، اینها میخوان که مثلا کشور شما را خراب کنن، اینها میخوان فساد برپا کنن. عیناً همین دعوایی که امروز رحمان بالای ما مبارزین دارد و امروز اصطلاحات به نام تروریست و اکستریمیست و این چیزها را رحمانوف بیشتر استفاده میکند و میخواهد که با این کلمه ها یعنی مبارزین را و اونهایی که میخواهند مردم را، همان مردمی بدبخت بیچاره را از این ظلم و ستم قرار نجات بدهند، رحمانوف با واسطه همین چیز همان مردمی بیچاره را از ما میترساند. ما باید رو این خیلی دقت کنیم و ببینیم که چگونه میتوانیم برای مردم بفهمانیم که نه، برعکس دشمن شما اون نفری هست که در بالای سر شما است، بلکه ما میخوایم که شما را از این چیز نجات بدهیم. و نکته دیگر این است که یک جای ترس ما واقعا همین چیز است که ما اگر دست به بعضی کارهای جدی بزنیم، چون برای ما معلوم شده است که برای همه مخالف مبارزین معلوم شده است که دیگر این رحمانوف نفری اصلاح شونده نیست، در مقابل این باید یک عملهای جدی انجام شد. اما ترس اکثر مخالفین مبارزین و مردم از این هست که خب رحمانوف دیگر حتما این دو سلاح را در مقابل ما استفاده میکند. این واقعا یک ترس است. این نباید، ما دیگر باید به این ترس غلبه کنیم. این وقت آن رسیده است که ما با این ترس غلبه کنیم و این معنای شجاعت است که ما با این ترس غلبه کنیم، چون در سیاست ریسک همیشه رول بازی میکند. خب ما با این ترس غلبه کنیم و بیایم یک تصمیم جدی در رابطه با این وضعیتی که ما در کشور داریم بگیریم. و شجاعت، وقتی که ما درباره شجاعت صحبت میکنیم، اینجا خیلی مهم است که این نکته را دقت کنم برادران. یکی شجاعت است، یکی چگونه که گفتیم بی‌پروایی و با قول بی‌پروایی یا اینکه بی‌پروایی هست، یعنی اصلا توکل به خدا هست، هر کاری را انجام دادن. اما شجاعت معنیش چی است؟ شجاعت این هست که با برنامه درست، با نقشه درست و با بررسی کردن، تحلیل کردن نتیجه اون که چی می شود، این همه را بررسی میکنی، تحلیل میکنی، بعدا دیگر دست به کار میشود. اگرچه میترسی که اون عواقبی شاید سختی هم داشته باشه. حالا ما با رحمانوف مبارزه داریم، این یک مثال عادی، ما با رحمانوف مبارزه داریم. احتمال دارد که رحمانوف تمام کارها را در مقابل ما انجام بدهد، چگونه که امروز دارد زندان میکند، عذاب میدهد، فشار میارد، میدزدد، خانواده ها را زیر فشار قرار میدهد، همه کارا دارد انجام میدهد. و وقتی که ما وارد میدان میشویم، خب با تاجیکستان نزدیک میشیم، وارد تاجیکستان میشیم، حتما شاید بدتر از همه اینها را انجام بدهد رحمانوف و باید ما آماده همه این سیناریوها باشیم. برای همین شجاعت معناش این است که ما از حالا یک برنامه درست، یک تحلیل درست، با دانستن اون چی که در پیش روی ما هست و با خب تحلیل کردن و بررسی کردن نتیجه این کار ما باید حرکت کنیم. یعنی این رو میگن شجاعت. اما اون که بدون برنامه، بدون نقشه، بدون خب معین کردن هدف، بدون روشن کردن راه برای مبارزینی که همراه اون هستند، بدون خب معین کردن سبب‌های پیروزی، بدون مثلا احتمالاتی که در آینده با وجود میاد، بدون اینها میخواد که وارد یک مبارزه، که وارد یک میدان شد، این شجاعت نیست دیگر. این اونم به معنای بی‌پروایی هست. این معنای چی است؟ بی‌پروایی هست. اما اگر وقتی که این چیزها را یک نفر بررسی میکنه، میبیند که نه، دیگر رحمانوف تمام چیز در دست رحمانوف هست. خب اگر ما وارد میدان شیم، اگر ما خب دست به کار شیم، اون همه رو میکشد یا که همه رو زندانی میکنه، هر کاری از دست اون چی است
می آید. دیگر اینجا ما عقب نشینی میکنیم. اون نفر دیگه همه اینا رو بررسی میکنه، میگه که نه اینجا دیگه باید ما از این کار دست بکشیم. این رو میگن بزدلی، این رو میگن ترس. یعنی این دیگر از ترسی طبیعی میرود به طرف چی بزدلی و ترسانچکی. اینجا دیگر ما باید تمام این مفهوم ها رو درست تشخیص بدهیم، درست تفسیر کنیم و دیگر همچون یک مبارز آگاه وارد میدان شد. یعنی این هست شجاعت، این هست معنای چی؟ معنای شجاعت. و چگونه که در قصه حضرت موسی را هم که دیدیم، حضرت موسی با همین شکل پیش رفتن. این همه چیزهایی که مانعه هایی که در پیش او بودن که از اونها میترسید در پیش خود گذاشت، با خداوند مراجعت کرد و با توصیه های خداوند چی حرکت کرد. ما هم امروز عیناً همون وضعیتی رو که حضرت موسی قرار داشت ما قرار داریم. حضرت موسی فرار کرد از مصر، خب رفت یک مدت در مدین، بعدی یک مدت تربیه کردن، خب به یک جایی رسیدن، دوباره مسئولیت به دوش برگشت و برای آزاد کردن مردم از زیر دست فرعون. ما هم عیناً در همون حالت قرار داریم. در سال 2015 قبلا بیشتر از ما دیگر برادران به سبب خب با این وضعیتی که با وجود آمد ما مجبور شدیم کشور رو ترک کنیم، چون شاید اینم بعضی اشتباه ها و خطاهایی بود که ما نتونستیم در اون وقت اینها را جابجا کنیم. مجبور شدیم بیرون آمدیم مدت 8 سال در بیرون تمامی کارهایی که لازم بود انجام دادیم. تمامی کارهایی که لازم بود ما انجام دادیم و دیگر تمامی تحلیل هایی که بود کردیم و برای مردم تمامی اون حرفایی بود گفتیم، برای خود هم گفتیم و حالا در این وضعیت قرار گرفتگی هستیم و باید باز هم اون چیزهایی که از اون میترسیم، اونها رو مشخص کنیم، روی اونها تمرکز کنیم و بعد این باید معین کردن یک هدف، نقشه معین، خب روشن کردن راه برای مبارزین، برای اونها که میکنن واقعا مبارزه کنن، نه برای هر نفری که این کارها براش اهمیت نداره. چون در خب امروزه در بیرون از کشور هزارها نفرایی هستن که خود را مخالف میدونن، خود را به شکل مبارز میدونن، اما اصلا هیچ خبری از اونها نیست، اصلا اندکترین کار رو در این وضعیت انجام نمیدهند. یعنی وقتی که در این حال اندکترین کار رو انجام نمیدهند، در اون وقت کار جدی هم مشکل است که از چنین شخصیت و کار گرفته شد. به همین خاطر دیگر تمام چیز مشخص روشن است. ما باید دیگر ببینیم که در این زمینه چی کار میکنیم. اما اگر بیایم و بگوییم که نه، وقتی که این مشکلات وجود دارد و سبب این چیزها میشه، دیگر این ما میریم از این مرحله ترسی طبیعی میگذریم و میریم به ترسی صنعی. یکی ترس طبیعی هست که در وجود هر انسان هست، یکی دیگه ترس صنعی از خود انسان برای خود میسازد. این مصیبتی از همه سخت این ترسی است که انسان برای خود میسازد و امروزه این مشکلات، این بدبختی که ما ملت تاجیک گرفتار هستیم واقعا به سبب در نتیجه اون ترسی است که ما ساختیم برای خود، با وجود آوردیم برای خود. این مردم برای خود این ترس رو ساخت، در وجود خودش گرفت و دیگه جرئت نمیکنه که 10 میلیون تاجیک، 10 میلیون شهروند تاجیکستان جرئت نمیکنن که در مقابل رحمانوف خب قرار بگیرن، در مقابل یک عائله و یک گروه. یعنی این ترسی طبیعی نیست دیگر، این ترسی است که ما ساختیم، در وجود خود جای دادیم و این گرفتار این همه بدبختی و این همه مصیبت و مشکلی شدیم. وقتی اون است که ما کمی خب از شجاعت کار بگیریم و با این ترسی صنعی، نه بر اون ترسی طبیعی، بر این ترسی صنعی که بالای ما غلبه کرده است، ما بر اون غلبه کنیم و بیاییم با یک برنامه درست این مردم رو و این ملت رو از این مصیبت خوب خلاص کنیم. نکته دیگر این که همیشه
بعضی برادران وقتی صحبت میکنن همیشه ما به هر شکل مردم رو واقعا مردمی که در داخل هستن یا که عامه مردم رو گناهکار میکنیم، ولی هیچ کس در کشور امروزه از جوابگری در نزد ملت، در نزد مردم، در نزد وطن، در نزد آینده ملت تاجیک استثنا نیست. تک تک شهروندان تاجیکستان مسئول هستند. تک تک شهروندان تاجیکستان در این وضعیت مسئول هستند، در قبال وطن، در قبال ملت، در قبال آینده خود مسئول هستند، حتی در قبال خداوند. در روز قیامت از این چیز پرسیده می شود که در این وضعیت شما چیکار کرده؟ این یک. دوم، باز هم نفرانی هستند در اینجا که نفرانی هستند در بین ملت که مسئولیت اونها بیشتر از عامه مردم هست. مسئولیت اونها بیشتر از عامه مردم هست و اونها یعنی چند برابر مسئولیت دارن، جوابگری اونها بیشتر است و در نزد خداوند که ما از جمله اونها هستیم. چون این مسئولیت رو ما داریم امروز به دوش گرفتیم. یعنی عنوان مخالف بدن، عنوان مبارز بدن، عنوان یک مقاومتگر را به دوش خود گرفتیم. از اول باید انسان فکر کند که آیا برداشت چنین چیز رو دارد یا که ندارد. خب وقتی که بدوش گرفتی این مسئولیت رو باید مردانوار این رو انجام بدی. یعنی اون نفرانی که میخواهند نام مخالف بودن رو داشته باشند، نام مبارز بودن رو داشته باشند، نام این که اونها مقاومتگر هستند، بیشتر دیگه از این لفظ رو من استفاده میکنم در هر جا، یعنی مقاومتگر. این باید پیش از این که این مسئولیت رو به دوش میگیرد باید از پیامدهای آن، از نتیجه آنها فکر کند. این مسئولیت اندک نیست، این مسئولیت پیامبران الهی هست. این مسئولیت شخصیت‌هایی هست که در طول تاریخ یعنی نام خود را در تاریخ ثبت کردن. یعنی این مسئولیت وقتی به دوش گرفتی باید اون رو انجام بدی. نکته دیگر این هست که اکثر نفرهایی که این مسئولیت رو در جامعه ها به دوش میگیرن و میخواهند ملت های خود را، مردم خود را از این مصیبت ها نجات بدهند، در اکثر حالات رو این بیچاره ها قربانی میشوند. این چیز را ما در نظر داشته باشیم. در اکثر حالت این نفرهایی که غم ملت خود را میخورند، غم مردم خود را میخورند و برای آزادی مردم خود تلاش میکنند، قربان میشوند. حتی از جانب خود همین مردم مورد خیانت قرار میگیرند. اما نکته مهم این است که خود اون نفر با این مشکلات چگونه برخورد میکند، یعنی این رو چگونه قبول میکند. یک قهرمان هست، خواه او زنده است خواه مرده است، خواه در بین مردم است خواه تنها است، چون این مسئولیت رو به دوش گرفته است. امروزا واقعا گروهی که هر نفری که خودش رو مخالف میگیرد و میخواد این عنوان رو داشته باشد، از جوابگری از اون که باید در قبال این عنوان جوابگر هست و درباره اونها فکر کنند، هم در نزد ملت، هم در نزد وطن و هم در نزد آیندگان خود. از همه سخت در نزد خداوند فردا در روز قیامت از این چیز پرسیده میشه. ما امروز آمدیم به دوش گرفتیم این مسئولیت رو که ما از نگاه سیاسی این لیاقت و شایستگی رو داریم که فردا در تاجیکستان یک حکومت برپا کنیم که تمام مردم در آرامش باشند، اون هر کی نباشد، تمام شهروند تاجیکستان. و این رو هم به دوش گرفتیم این مسئولیتی که ما میتوانیم که این با این نفری که در سر قدرت هست با این مبارزه بریم و این رو از سر خوب دور کنیم. اینجا دیگر کی شما را کمک میکند نمیکند، این دیگر وظیفه رو ما با دوش گرفتگی هستیم. باید وظیفه مردم هست که در کنار ما باشند، اما رفته و در کنار ما هم کی نبودن، ما باید اونها رو وادار کنیم. برای اونها باید بفهمانیم که این وظیفه مقدس هست. این وظیفه چی است؟ وظیفه مقدس هست. یعنی آزاد کردن وطن، برای وطن تلاش کردن، مبارزه بردن، برای آینده خود مبارزه بردن، برای خب مردم خود مبارزه بردن، این یک راه مقدس هست. همین که قرآن، ما مسلمان هستیم، قرآن همیشه برای ما مثلا این چیزها رو توضیح میدید. همین هست راه خدا. راه خدا همین هست، برپا کردن عدالت در روی زمین. یکی از اساسی ترین رسالت های پیامبران همین هست.
ما پیامبران را فرستادیم همراه کتاب و میزان لیقوم الناس این وظیفه نهایت مقدس است و این راه خدا است. برای همین این خیلی نکته مهم است دوستان خیلی توجه کرده باشند، چون بعضی وقت بعضی برادرها رو دوستان ما نمیدونم دانسته یا که نادانسته همیشه اتهام میزنن برای ما که گویا این که ما از دین، از اسلام، از ارزش‌های دینی، از ارزش‌های اسلامی دور شده باشیم. برادر گرامی، برپا کردن عدالت در جامعه آیا این ارزش اسلامی نیست؟ آیا این ارزش دینی نیست؟ این چی هست؟ در مقابل یک ظالم ایستادن این چی هست؟ این ارزش نیست؟ حضرت موسی رو ببینید، بعد اینکه خداوند حضرت آدم رو خلق کرده است و برای او دستور میدهد که شما زمین رو آباد کنید. این یکی از وظیفه‌های انسان در روی زمین آباد کردن زمین. آباد کردن زمین در صورت مثلا کشور ما در صورت ما به اون دست میرسیم که عدالت وجود داشته باشد و عدالت برپا کردن عدالت هم از وظیفه پیامبران این دستور قرآنی هست. هم آباد کردن زمین، هم خوب برپا کردن عدالت، این هر دو ارزش‌های دینی و دستور خداوند است. بعد از این اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسی میاد در سوره آل عمران در سوره بقره، برو به جانب فرعون و این از پیش راه این دیکتاتور را بگیر. این ارزشی این چی است؟ این نکته ها دوستان خیلی مهم است. نباید ما گول این نفرانی را بخوریم که همیشه متاسفانه بعضی خیلی نفرای محترم هستن، خیلی نفرای هستن که واقعا محترم هستن برای مردم ما، اما نمیدونم از چی مثلا با کدام دلیل این اتهامات رو نسبت ما میزنن. یعنی این واقعا این ارزش های خیلی والای انسانی هستن و دین هم برای همه چیز آمده است. تشکر. این حالا هست که ما در اینجا هم شجاعت لازم است دوستان گرامی، در اینجا هم شجاعت لازم است که ما باید ناترسیده این افکار و اندیشه را برای مردم بگیم. نباید ما بترسیم که فلان مولا یا فلان داملا ما را مثلا اتهام بزنه که شما از دین بیرون شده است. چون که برای یک انسانی که یک راه انتخاب میکند، برای خود یک هدف در پیش خود میگذارد، از همه مهم اولین ایمان داشتن به اون راه برای اون مهم است. ایمان داشتن به اون راه که من در راه درست دارم قدم میزنم و این ایمان داشتن به راه، معین بودن هدف، روشن بودن راه، معین بودن اسباب این راه، این چیزی هست که در انسان شجاعت به وجود میارد، انسان رو شجاع میکنه. ما الحمدلله به این راه ایمان داریم و این راه رو راه خدا میدونیم. بله. یک هدف ما معین مشخص هست، اگر آشکار پنهان نکردیم آشکار است. هدف ما معین مشخص است، از بین بردن این دیکتاتور، با وجود آوردن یک حکومت که در اختیار مردم باشد، در اختیار مردم باشد. تمام مردم نابسته از دین، مذهب، عقیده، باور، نژاد، رنگ و پوست در شهروند این تاجیکستان است، در اینجا آزاد باشد. زنده باشید. مشخص و معین هست زنده و باشید. روح هم دیگه روشن هست. ما گفتیم که دیگه مبارزه است، مقاومت است. تشکر زیاد. یعنی این هم برای همین حالا مثلا شاید جایهای باشد که ما صحبت کنیم درباره انواع خود شجاعت، یعنی همین هم یک نوع شجاعت است دیگه. ما نباید بترسیم وقتی که ما با این راه خود ایمان داریم، خب باوری بر این داریم که ما این راه قرآنی راه خدا هست. بله. حالا از این برایت یگان توی دیگر برنامه میکنیم در همین موضوع، انشالله با صحبت خواهیم کرد، انشالله نصیب باشد یگان دفعه دیگر. بسیار خوب، در خدمت. حالا وقتی که داشتیم اقربه که ساعت نهایتی وقت ما رو نشان داده ایستاده است و به شما تشکر میکنم برادر عزیز گرامی، دوملوی گرامی که وقتی پر قیمت خود را دریغ نداشته، حالا از
شما در کار بودید، من با خبر بودم از کار اومدید و نو بس از اون که به خسته هستید، بعد کار است، وارد برنامه ما شدید. به شما تشکر عرض میکنم. خیلی یعنی این هم یک شجاعت است. سلامت باشید. این هم یک شجاعت است و زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. تشکر زیاد برادر شوکت جان و تشکر باز همه برادران و بینندگانی که واقعا تحمل کردن و تا این مدت ما رو گوش کردن. اگر چی گفته باشیم این توفیق الهی است که اون درست گفته باشیم، خوب گفته باشیم و یگان لغزشی شده باشه دیگر اون از جانب زنده ما باشید. هست. تشکر زیاد به شما. نگهبان زنده همه باشید. برادران شما در به خدمت برنامه هستیم. فایز آوردید. سلامت باشید در پناه خدا. نگهبان. محمد رسول بفرمایید. ما شما رو گوش میکنیم. چه خیلی که وعده کرده بودیم. آقا جان سلام علیکم با یک بار دیگه. من شما دا گم ندارم. من اون برادرایی که تماشابینن همو دا کمتر یک خواهش برادران دارم، اگر اجازه باشه، اگر با اجازه شما اگر برسانم. مالش خواهشتون کنید. اما برنامه رو به اتمام رساندن یا تمام گپ نیست. برادران عزیز، التماس از شما کلاس همونین همین برنامه را ایلاجش باشه بسیارتر و برادراتون همون کسی شناساتون روی کنه که برنامه خیلی هم جالب، خیلی هم یک چه بگم یک تاثیر رسان ایده. همین برادرایی که ما را شنیده استین التماس ده همچنین یک برادرانه خواهش همینجا تماشا دارین. 300 کلاس موندین، نخواهم برنامه 300 کلاس بمونین. کلاس موندن شما یگان کس یگان سم کار نمیکنه یا یگان جا نبارد یا برادری که بخبره خبردار میشه. و این برنامه خیلی هم جالب بود، فایده‌ناک برای خودمون. همون که گفتنی بودم تقو جان. تشکر تمام زیاد. دیگه. زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر عزیز. تماشابینان عزیز گرامی، این بود برنامه گفتگو که گفتگو با شما داشتیم و موضوع برنامه امروزه ما ترس و شجاعت بود. خدا کند که در همه حالت شجاعت ما بر ترس ما غالب براید. از خداوند کریم ممنون می‌باشیم که ما از جمله ترسوهای نباشیم که در مقابل مشکلات خودمان را از روبرو کردن بترسیم. دوستان عزیز، چنانه که برادران هم ذکر کردن، هر وقت که شما را نسبت یک مشکلات ترس فرا میگیرد، باید خودتون را با آن روبرو کنید. یعنی برطرف کردن همون مشکلات، برطرف کردن همون ترس و وهم شما، دارویش، دوایش این است که شما با همون مشکلات خودتون را روبرو میکنید. ترستان گفتی الهام جان یعقوبوف از تاریکی شب است، باید یک بار براید بیرون به تاریکی. شما را عجینه نمیخورد، در درون خونه میترسید، لیکن وقتی میبراید هیچ گپ نبوده است. ترستان اگر از یک بنده است، از یک زورگو است، یک بار روید با او زورگو سر به سر شوید، یک قوه آزمایی کنید، شاید برابر شما رو در رو به رویش دیدن ایزورش تر شود، شما از وی ترسیده گشتید. ترس از تشبوس، ترس از اینکه به ریسک داشتگی باشید میکنید، مثلا برای یک کارهای بالاتر، برای یک کارهای جدیتر یک بار دست زده بینید. شاید هنرهای نهفته دارید که اگر آنها روی آب برآیند، اگر آنها کشف شوند، اگر آنها از دست شما بیایند، شما نه فقط خودتان بلکه اهل اولادتان را تامین کرده میتوانید، بی نیاز کرده میتوانید، نیازهایشان را برطرف کرده میتوانید. برای همین دوستان عزیز، به یکایک شما جسارت میخواهم و پیش از همه از درگاه
پروردگار کریم منان که اهل شجاع را دوست می دارد و ترسویی را قدم به گناه می داند، از اون پروردگار خواهش آن را دارم که به هر یکی ما شجاعت این را بدهد که به مشکلی دچار شدن نهراسیم، خود را کنار نگیریم، پشت پرده پنهان نشویم و خود را پنهان نکنیم. خب موضوع امروزه ما همین بود دوستان عزیز. اما یک برادر گرامی هر دفعه وارد میشن، برادر عبدالله امروز هم وارد شدن، در آخر میخوان آخر سخن خودشون بگن، یعنی در انشا نویسی چی میگن؟ در دوره ما مکتب خونی انشا چی داشت؟ در آخر خلاصه می نوشت یا نتیجه اندیشه. و هم برادر عبدالله بسیار کوشش میکنن که موضوع روز خودشان نتیجه گیری کنن، خلاصه گیری کنن. بسیار خوب. اما دوست عزیز میتوانم به شما 10 دقیقه فرصت بدهم. یگان خیلی گپتون رو نمیبرم، شما حرف میزنید، من با تماشابینانم شما را گوش میکنم. بفرمایید. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکو شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امکانی بر وقت دادن بود اگر که بیگاه کمتر استراحت نمی‌کردیم. البته موضوع روز موضوع بنگلادش هست. من میخواستم در همین مسئله کمی با کل انسان‌های تاجیکستان و حتی که حاکمان تاجیکستان گفتنی هستم که انا این نتیجه هر ظلم، هر ظالم، حتی که پدرش میراث مونده باشدم یا که میراث نمونده باشدم، به گناه یک فرزندش همون گویم که هیکل پدرش چپه می شود با واسطه دستی که همون نفرهایی که دخترش حمایت میکردن. البته بسیار نفرهایی که ممکن دیدن، اکثر نفرها که هیکل چپه می شود لیکن معلومات نداشتند که این هیکل کیست. البته این هیکل مجیب الرحمن است. این همون نفری که همین پارتی لیگ عوامی را تشکیل کرده است. سالهای بعد از 1947 وقتی که از مانداتی از زیر نفوذ انگلیا همین پاکستان و امروزه بنگلادش یا که پاکستان شرقی می رود یا که صاحب استقلال می شود، البته امروزه بنگلادش در زیر چی بود؟ یک قسمی پاکستان امروزه بود. لیکن می گفتن که بنگلادش نمی گفتن، بلکه می گفتن که پاکستان شرقی. لیکن نفرهایی که بنگال ها یا که بنگلادش ها نمی خواستن که در زیر امروزه پاکستان باشن. برای چی؟ برای آنکه بسیار از وزارت ها یا که وزارت دفاع، پلیس، هم نفرهایی که در وظیفه های کلیدی این پاکستانی ها بودن، نه اینکه بنگلادش ها. از برای همین از جانب مردم یک گروهی همین گویم که لیگ عوامی یک پارتی تشکیل شد و چیکار کردن؟ خواستن آزادی خودشان از همون حکومت پاکستان طلب کنند و عاقبت 1971 سال 26 مارس این دولتی چی بنگلادش آزادی خودش گرفت از پاکستان امروزه. بعدین مجیب الرحمن پرزیدنت این دولت می شود. همچون یک گویم که پرزیدنت می شود، پیش از پرزیدنت شدن وعده ها میتد که این دولت دموکراتی است، کلا هم زوات و هر بایگری هست، از آن گویم که دولت است، از آن مردم است. بعدین رفته آهسته آهسته چیکار میکند؟ یک قرار میبرد که این قرار چی است؟ همون که گویا که هم این دولت اکنون دموکراتی نیست، بلکه چی می شود؟ بعد از رفتن حکومت خود مجیب الرحمن به طرف چی گوییم SSR مسکو میرد، بعد از اومدن فکرش تغییر می شود، از دموکراتی آهسته آهسته می خواهد که چیکار کند؟ دولت پارلمانتی نه بلکه پرزیدنتی، و بعدین خودش هم پرزیدنت هم می شود. بعد از پرزیدنت شدن این رو چیکار میکنن؟ میکشن. بعدین چندین همین گونه امروزه که دیدیم
حاکمیت ایواز کرده ایستادن، همین گونه حاکمیت رو ایواز کردن در طول 50 سال تقریبا 4 یا 5 بار شده است در همین بنگلادش. این یکم مراتبه نیست. یکم مراتبه که شده بود پدر همین شیخ حسینه رو کشته بودن، به عوضش دیگر نفر اومده بود و بعدین کلا سال 2008 باز همون دختری مجیب الرحمن غالب می شود، بعدین 2014 باز غالب می شود، 2018 غالب می شود. همین طریق در بنگلادش تقریبا گویم که تقریبا 16 سال پریمیر مینیستر شده چیکار میکند؟ فعالیت میبرد، بسیار مردم ظلم کردگی است، بسیار علم ها را چیکار کردگی است؟ زندان کردگی است، انسان های بیگناه. البته در بنگلادش با یک چیزی که است که سبب امروزه همین تظاهرات مردم مقابل حاکمیت امروزه یک چیز است که بعد از همون از پاکستان جدا شدن، همون در همون وقت بعضی نفرها گویم که به یک قسم جامعه بنگلادش تقریبا امروز 170 میلیون است، از همون یک قسمش مقابل همین گویم که از پاکستان برای از پاکستان جدا شدن چیکار کرده بودن؟ آواز بلند کرده بودن، کوچه ها را پر کرده بودن. بعد از پاکستان جدا شدن به اونها امتیازهای بیشتر داده شد. هر کاری که هست در بنگلادش اول همون عائله ها یا که نبیره های همون نفرها حق داشتن اول همون کرسی ها را از آن خود کنند. بعد از که جای کرسی خالی ماند به انسان هایی که در همون تظاهرات های سال 1970 یا که 1960 اشتراک نکردن به آنها داده میشد. حتی که در دانشگاه های عالی بنگلادش همه حق حقوقی ورودی خواندن برابر نداشتند. یکم حق حقوقی وارد شدن همون نفرهایی بود که در تظاهرات یا که از جدا شدن از پاکستان سالهای 70 یا که 60 اشتراک کرده بودند. به اونها امتیازها داده میشد، امتیازهای کلان بود. لیکن دانشجوهای این دولت برآمدن به کوچه ها را، خیابان ها را پر کردن. از حکومت بنگلادش طلب کردن که همین امتیازها برداشته شود، گویم که همه برابر حقوق باشد. در اون دولتی که یک گویم که کارخانه چی نیست، کارخانه ها زیاد نیستن، اهالی زیاد است، مردم قشاق است، همین طلب کردن. وقتی که در وقت طلبات تقریبا 100 نفر کشته شد. 1-2 هفته پیش یک اکسپرت بنگلادشی از همون بنگلادش میگوید که ما حرکت داریم که چی سازمان های بین المللی وارد بنگلادش شوند به ما کمک کنند که چیکار کند؟ همین به مردم یک حالت خوب مهیا کرده شود، مردم باید برابر باشد. لیکن چیکار کرد پریمیر مینیستر یا که همین شیخ حسینه گفت یگان چی نمیشود، تغییرات نمیشود. اونها گفت همون نفرهایی که برای جدا شدن از پاکستان بنگلادش جدا کردن حرکت کردن، مشقت کردن، اونها از همه بالاتر هستند و اولاد اونها بالاتر هستند و حق و حقوق زیادتر دارند. گفتن بعد از این باز چی شد؟ دانشجوها باز خیابان ها را پر کردند. بعد این زیاده از 100 نفر کشته شد. بعدش کشته شدن یک چیزی که عجایبه که در این چیز هست، امروز کلا دموکرات های کل دنیا همین کلمه را استفاده میکنند. حتی که رحمانوف این کلمه را استفاده میکنند مقابل مخالفین. این چی است؟ شیخ حسینه گفت که همون نفرهایی که در کوچه هستند اونها که هستند دشمنی ملت هستند، دشمنی وطن هستند و اینها تروریست هستند. گفت همین کلمه، همین عباره را چیکار کرد؟ در همون لفظ خودش گفت. بعدین باز چی شد؟ مردم خستن بر اومدن و عاقبتش چی شد؟ عاقبتش شیخ حسینه دولت رو ترک کرد، مال و ملک رو گرفت. البته رسانه ها همش چی کردن؟ اینا اعتراف کردن و امروز پهن شده است که نگاه کنید که هر یک ظالم برای چی؟ برای مال و ملک، برای وظیفه تا آخر میشند. لیکن وقتی که به جانش خطر است، همین خیلی بایگری ملت، بایگری دولت، بایگری مردم میگیرد با خودش. باز به یک دولتی که در حقیقت چی بود؟ به کمک از همون دولت میگرفت یا که رفیقی داشت به همون جا میگریزد. چه خیلی که غنی گرفت، چه خیلی که
امروز میبینیم که شیخ حسین گرفت، از این پیشتر بن علی گرفته بود. همین خیل حاکم های ظالم میگریزن، لیکن همون خلق، همون مردم، همون نفرهایی که در وظیفه های پلیس و دیگر وظیفه ها کار کردن چی میشود؟ با مردم میمونن. اونا جای گریز ندارن. ورتلات یک تا بود، اگر دیده باشید 10 ورتلات نپرید. ممکن 4-5 نفرهای کلیدی با اون ورتلات نشستن به هندوستان پریدن و دیگرها نفرهایی که بودن در شهرها، در ولایت ها نچلنیک ها بودن. امروز میرون خانه های مردم اذیت میتن، همون نچلنیک ها در همون شهرها باقی ماندن. اکنون امروز نظامی اگر که بنگلادش تغییر یافت، البته این انسان هایی که دیروز در وزارت دفاع و وزارت عدلیه و امنیت و پلیس و سود و پروکراتور کار میکردن، در پیش مردم جواب میگویند. اگر که این مردم در حقیقت کلا ساختارهای دولتداری را اگر تغییر ندهد، اگر که گوید که ساختارهای دولتداری پیشینه که در دوره شیخ حسین هست همون باقی میماند، باز چی است؟ یک روز می شود که همون حاکمیت امروزه بنگلادش باز یک حاکمیت دیکتاتوری می شود، باز مردم بیچاره سرکوب می شود، باز انسان هایی که پول دارند، مال دارند یا که قدرت دارند چی می شود؟ باز ظالمتر می شوند. از برای منفعت شخصی، منفعت اهل عائله خودشان چیکار میکنن؟ بالای مردم بیچاره ظلم میکنن. از برای همین من گفتنی هستم که ظالمان تاجیکستان، این برای شما باید که درس باشد. یک روز من فکر میکنم که همین هیکل سامانی هم یک روز مردم تاجیک بیدار شد، همین هیکل هم چپا میکند، برای که قیافه همون چهره همون هیکل به رحمانوف مانندی دارد. من فکر میکنم همین چپا میکنم. خیلی که البته امروزه با حاکمیت شیخ حسینی همون هیکل مجیب الرحمن یگان علاقه نداشت، لیکن وقتی که مردم خست، یکم نفرهایی که درگیر شیخ حسینی بود و شیخ حسین همون چیره حمایه میکرد، حاکمی بنگلادش، همون نفرها چیکار کردن؟ اومدن با تور و با هر چیزی که هست، آهنهای زیاد مثال اومدن همون هیکل افتوندن و قرصک میزدن. از برای همین هر ظالم، هر خبیثی که بالای این مردم ظلم میکند، عاقبتش چی است؟ این منطقه، این مملکت ترک میکند و هیکل هایی که اونها ساختن برای خودشان، برای مادراشون و برای پدراشون و برای خویش و اولاداشون، همون هیکل ها همش چپه می شود و غلبه مردم نزدیک است. و البته هر چیزی که تاجیکستان، این از آن مردم تاجیکستان است. همون حاکم هایی که به دین مردم تجاوز میکند، به ایمان مردم، به ناموس مردم، به آبروی مردم، البته این مردم میخیزد، دینش یک روز حمایه میکند، ناموسش، آبروش و شرفی که دارد و مال و ملکش. البته تاجیکستان از آن مردم تاجیکستان است، با مال و ملکی که هست از آن همه هست. امروز یک چیزی که هست که نگاه کنید که ما امروز در یک حالت قرار داریم، مردم تاجیکستان یا که مردم بنگلادش، بسیار نفرهایی که امروز در وظیفه هستند صاحب مال و ملک هستند و مردم عادی چی است؟ غلام است، بیرون از دولت یا که در داخل دولت کار ندارند. امروز در اروپا بین دولت های اروپا سرحد نیست، به مردم امتیاز فراهم کردگی است. انسان میتواند از فرانسه آلمان رود، از آلمان بلژیک بیاید، از بلژیک باز یک منطقه دیگر رود کار کند و زندگیش را پیش برد. لیکن ما میگوییم که ما مسلمان هستیم، لیکن بین ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، افغانستان، ترکمنستان و دیگر دولت ها سرحد ها هست و ما رو گذشته آزادانه زندگی امان رو خوب گذراندن برای ما امکانیت هیچ کس نمیده و فراهم کردنی هم نیستند. از برای همین این حاکم هایی که از بالای
دولت‌های ما اینها دشمن‌های دولت‌های ما هستند. اینها دشمن‌های کل مردم این منطقه هستند. منفعت این منطقه را مردم این منطقه را نمی‌جویند. اینها منفعت شخصی خودشان رو و منفعت همون نفرهایی که با اینها وظیفه داده است و وکالت بزرگ وکالت کلان داده است خدمت اونها را میکنند. یک روز همین حادثه ای که در بنگلادش شد رحمانوف هم انتظار است، اهل و عائلش هم انتظار است. من میگویم که هر نفری که امروز از وظیفه های پایان کار میکنند شما جزء حکومت رحمانوف نیستید، شما خدمتگار هستید. یک روز شد باز با مردم روبرو میمانید یا که با مردم در همون خیابان ها خودتان میمانید. رحمانوف با عقل و عائلش باز به یک چرخبال میشیند میخیزد میرود. برای شما جای گریز نیست. از برای همین هر خدمت میکنید برای مردم کنید، برای همون سرزمین، برای دین مردم، برای شرف و ناموس مردم کنید. سلامت با این باشید. سبقت سلامت باشید. زنده باشید. تشکر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تماشاگران عزیز، همینجا برنامه با به نهایت خود رسید. تا برنامه های دیگر یک شما را به الله پاک میسپارم. زنده و سلامت باشید. خدا کند که باز با خوش خرسندی با طبع خوش و هم روبرو شویم و با هم صحبت کنیم. آمادگیتون رو بینید. هفته آینده نیز نصیب باشد زنده باشیم. خدا نصیب کند روز سه شنبه برنامه گفتگو خواهد شد. این چنین پس فردا روز پنج شنبه برنامه رمزنی فکر هست که انشاءالله با یگان کارشناس من حتما صحبت خواهم کرد و از فکر و نظری کارشناسان یوتیوب کانالی پیام تیوی شما بهره مند خواهید شد. در پناه خدا باشید.